سلام دوستان، خوبید؟ من مهلا هستم و امروز برگشتم با یک ویدئوی آسترولوژی دیگه. امروز میخوام بپردازم به یکی از مهمترین تغییر نشانهای سال 2025. تغییر نشان سیاره جوپیتر، سیاره مشتری، سیاره شانس و معجزه. سیاره‌ای که قراره توی تاریخ 10 جون سال 2025 روز سه‌شنبه از نشان جمنای خارج میشه و وارد نشان کنسر میشه و قراره تا 1 سال آینده در نشان کنسر بمونه به مدت 12 ماه. نشون میده که با تغییر نشان سیاره جوپیتر ما قراره که رشدمون رو از قسمت دیگه ای از زندگیمون دریافت بکنیم. حالا قبل از اینکه برید سراغ این ویدیو دوستان، من مهلا هستم و آسترولوژی غربی کار میکنم، تروپیکال آسترولوژی. اگه میخواید محتوای ویدئوی من برای شما دقیق باشه، باید اونها رو حتما بر اساس نشان غربیتون ببینید. و دوستان، راجع به انرژی کلی، من همیشه مهمترین نکات رو در انرژی کلی بیان میکنم. سعی کنید که انرژی کلی رو تا پایان ببینید. آگاهی خیلی خوبی رو میتونید ازش دریافت بکنید. اگر فکر میکنید که ویدیو براتون طولانی هستش، میتونید سرعت ویدیو رو ببرید بالا. ولی به هر حال این توضیحات اول ویدیو همیشه خیلی مهم هستن. حالا برید که ویدیو رو ببینید. اگر از محتوای ویدیوی من خوشتون میاد و براتون آگاهی دهنده هستن، یادتون نره اونها رو لایک کنید، توی کانال من سابسکرایب کنید، ویدیو رو با دوستانتون شیر کنید و برام کامنت بذارید. خیلی ممنونم ازتون. همونطور که میدونید دوستان، جوپیتر قراره از نشان جمنای که نشان هوا هستش و یک نشان میوتبل بودش خارج بشه و وارد نشان کنسر بشه. نشان کنسر یک نشان آب هستش و یک نشان کاردیناله، یک نشان شروع کننده هستش. و خب جوپیتر سیاره‌ای هستش که نشون دهنده رشد، آگاهی، پول، ثروت، معجزه، فراوانی، باور مثبت، حال خوب، بچه، ازدواج، مسافرت، مهاجرت و آگاهی برتر هستش. استاد معنوی هستش. خب زمانی که جوپیتر ترانزیت میکنه به نشان کنسر، همونجور که میدونید جوپیتر در نشان مقابل کنسر که کپریکورن هستش ضعیفه. این به این معنیه که جوپیتر در نشان کنسر سرافرازه، یعنی انرژی خیلی زیادی داره و به شدت قدرتمند عمل میکنه. و خب جوپیتر هم سیاره‌ای هستش که اینجوری نیستش که شما فکر کنید جوپیتر چیزی رو به وجود میاره. نه، جوپیتر هر زمان که هر نشان رو واردش میشه یا هر خونه از چارت شما رو تاچ میکنه و ازش داره عبور میکنه، در واقع خصوصیات اون نشان و اون خونه از چارت شما رو زیاد میکنه. جوپیتر در واقع یک سیاره رشد دهنده هستش، یک سیاره زیاد کننده هستش و از اونجایی که در نشان کنسر به شدت سرافراز و قدرتمنده، خب زمانی که جوپیتر ورود میکنه به نشان کنسر، خصوصیات نشان کنسر رو در واقع توی زندگی ما قراره زیادش کنه و به نسبت اینکه جوپیتر تو کدوم خونه از چارت شما هستش، خصوصیات اون خونه از چارت رو در زندگی شما رشد میده و زیاد میکنه. حالا کنسر از اونجایی که نشان احساسات هستش و جوپیتر سیاره‌ایه که همه چیز رو بزرگ میکنه و رشد میده، نشون میده که توی این زمان، توی این 1 سال آینده، شما هر چیزی رو که توی درونتون احساس میکنید توی دنیای بیرونتون تجربهش میکنید. یعنی اگر تا به الان جوپیتر در نشان جمنای قرار داشت، در نشان دوقلو قرار داشت که دوقلو نشان هوا هستش و ذهن و ارتباطات و کلام شما رو نشون میده، جوپیتر هر چیزی رو شما به ذهنتون می‌آوردید، به کلامتون می‌آوردید، خب اون چیز رو وارد زندگیتون می‌کرد. الان که جوپیتر وارد نشان کنسر شده و قرار تا 1 سال آینده در نشان کنسر بمونه، شما هر چیزی رو که توی درونتون حس می‌کنید، جوپیتر همون رو توی دنیای اطرافتون بهتون نشون میده. این به این معنیه که جوپیتر سیاره‌ای نیستش که بخواد چیزی رو برای شما به وجود بیاره یا حقیقتی رو تو زندگی شما قرار بده. جوپیتر هر چیزی که همین الان در زندگی شما وجود داره، چیزی که توی وجود شما قرار داره، احساساتی که توی وجود شما هستن، همونا رو زیاد میکنه، همونا رو تو دنیای اطراف شما نشونش میده. پس این زمان خیلی مهمه که احساسات درونی ما هم راستا باشه با حقیقت ما، با آدمی که ما واقعا هستیم، با خود واقعی ما. اگر ما احساساتمون در تضاد با خود واقعیمون باشه، جوپیتر میاد اون احساسات رو شدیدتر میکنه، زیادتر میکنه و ما در واقع نتیجه احساس کردن اون احساسات رو توی دنیای اطرافمون میبینیم. در واقع دوستان، چیزی که جوپیتر در نشان کنسر قراره به ما یاد بده این هستش که ما به عنوان یک انسان اون زندگی که داریم تجربه میکنیم رو خودمون به وجود میاریم و خلق میکنیم. جوپیتر در نشان کنسر میاد این رو به ما نشون میده که شما نمیتونید فقط از طریق کلام و فکرتون و
اطلاعاتتون واقعیت اطرافتون رو به وجود بیارید. شما به عنوان یک انسان پیچیده هستید و شما از احساسات تشکیل شدید. علاوه بر افکار، علاوه بر باورها، شما احساساتی رو هم توی وجودتون دارید و چیزی که باعث میشه شما تجربه‌ای رو در دنیای اطرافتون تجربه بکنید، در واقع جمع اینها همه با هم هستش. یعنی احساسات در کنار افکار، در کنار کلماتی که شما به کار میبرید، در کنار باورهایی که شما توی وجودتون دارید هستش که واقعیت شما رو خلق میکنه. یعنی شما نمیتونید فقط با گفتن کلمات مثبت، با داشتن افکار مثبت و با فکر کردن به چیزایی که میخواید واقعیتتون رو خلق کنید. جوپیتر کانسر میاد به شما نشون میده چیزی که شما توی درونتون حس میکنید اون چیز هم مهمه و اون در واقع جزئی از ترکیباتی هستش که شما برای ساختن واقعیت زندگیتون بهش نیاز دارید. نشون میده که احساسات شما هستن که در کنار افکارتون واقعیت شما رو خلق میکنن. در واقع دوستان، نشان کانسر نشانی هستش که نشون دهنده احساس امنیت درونی هستش و خب جوپیتر کانسر میاد به ما این رو نشون میده اگر ما توی درونمون، توی وجودمون احساس امنیت درونی داشته باشیم، احساس کرده باشیم که به خوبی پرورش پیدا کردیم، به خوبی ازمون مراقبت شده، احساس کامل بودن بکنیم توی درونمون، جوپیتر زمانی که توی نشان کانسر قرار میگیره اون امنیت درونی و اون آرامش درونی رو توی بیرون شما بهتون نشون میده. خب این زمانی که جوپیتر در نشان کانسر قرار میگیره، هر احساسی که توی وجود شما باشه اون احساس بزرگ میشه. اون احساس خودش رو تو دنیای اطراف شما نشون میده به شکل یک واقعیت. نه به خاطر اینکه بخواد شما رو عذاب بده، به خاطر اینکه بخواد شما رو بهش آگاه بکنه، از اونجایی که جوپیتر سیاره آگاه کننده هستش. پس شما احساساتتون تو این زمان مثل یک GPS براتون عمل میکنه. اینکه شما زمانی که یه چیزی رو توی اطرافتون میبینید که خب نه بهش فکر کردید، نه اون رو خواستید، ولی دارید اون رو توی دنیای اطرافتون میبینید، پس اون در واقع بازتابی از احساس درونی شما هستش. جوپیتر به شما کمک میکنه که شما با شناخت اون احساس و با آگاه شدن به اون احساس و احساس کردن اون احساس انتخاب بکنید که میخواید توی دنیای اطرافتون چه چیزی رو ببینید و میخواید توی درونتون چه چیزی رو حس بکنید. در واقع ببینید دوستان، کانسر انرژی مادره. خب و در واقع کانسر نشون دهنده شیری هستش که به هر حال مادر توی کودکی به ما از سینه خودش میده و ما رو تغذیه میکنه. در واقع کانسر نشون دهنده رحم هستش و دورانی هستش که ما توی رحم مادر میگذرونیم و کلا آغوش مادر رو نشون میده کانسر. واسه همین هم کانسر کلا نشون دهنده احساساتی هستش که شما توی وجودتون حس میکنید و این احساسات خیلی قبل‌تر از این که شما در این زندگی بیایید و متولد بشید توی وجود شما شکل میگیره. یعنی از زمانی که شما در رحم مادر قرار دارید، شاید نمیفهمیدیم، شاید درک نداشتیم، ولی حس میکردیم و در واقع کانسر میخواد به شما نشون بده که خیلی از چیزهایی که شما دارید الان توی واقعیتتون تجربه میکنید به خاطر احساساتیه که شاید توی رحم مادر حس میکردید، توی آغوش مادر حس میکردید. اگر توی بدو تولدتون توی رحم مادرتون احساس ناامنی داشتید، جوپیتر کانسر به شما داره نشون میده که اون احساسات که از گذشته‌های خیلی دور هستن هنوز توی وجود شما و توی اون بدن احساسی شما قرار دارن و یه جورایی سد راه جریان انرژی های مثبت شدن. و جوپیتر از اونجایی که سیاره رشد هستش و سیاره آگاهی هستش و سیاره معجزه هستش، زمانی که ورود میکنه به نشان کانسر یه چیزی رو میخواد به شما نشون بده. میخواد به شما بگه که اون تجربه‌ای که شما توی رحم مادر داشتید، توی کودکیتون داشتید، تجربه‌ای که شما از پدر مادرتون دریافت کردید، احساساتی که از پدر مادرتون دریافت کردید و احساس کردید که اون احساسات شما رو تو زندگیتون محدود کردن و حالا محدودیت‌هایی رو سر راه شما قرار دادن، جوپیتر کانسر میاد به ما نشون میده که اگر ما اون احساسات رو بریم و بهشون آگاه بشیم و اونها رو بپذیریم، نه به عنوان یک مجازات، بلکه به عنوان فرصت‌هایی برای رشد، بلکه به عنوان فرصت‌هایی برای شناخت خودمون، اگه اونها رو به این دید ببینیم و اونها رو بپذیریم و اونها رو به چشم محدودیت نبینیم، بلکه اونها رو به عنوان دروازه‌هایی ببینیم که ازشون عبور کردیم برای اینکه بتونیم رشد کنیم، برای اینکه بتونیم به خودمون آگاه بشیم. دوستان، خونه 4 خونه پدر مادر هستش و ریشه شما رو نشون میده، گذشته شما رو نشون میده و کلا خانوادگی رو به شما نشون میده که شما بهش احساس تعلق میکنید. خب یعنی در واقع تعریف کانسر، تعریف عشق مادر به فرزنده. خب عشقی که شما از آغوش مادر دریافت میکنید، احساس امنیتی که توی آغوش مادر حس میکنید. خب و به این دلیل ما به کانسر میگیم انرژی پدر مادر، به خاطر اینکه خب ما توی آغوش مادره که احساس عشق میکنیم، احساس امنیت میکنیم و تو خونه پدر مادره که احساس تعلق میکنیم و احساس میکنیم که ریشه های ما اونجا هستن. خب
و جوپیتر کنسر میاد به شما نشون میده، میگه ببین شما باید به این مسئله آگاه بشید. خب که اوکی، اگر شما برمیگردید به گذشته‌تون توی این زمان و به یاد میارید خاطرات گذشته‌تون رو، وقتی به پدر مادرتون فکر میکنید چه احساسی دریافت میکنید؟ وقتی به خانواده‌تون فکر میکنید چه احساسی دریافت میکنید؟ وقتی به خانواده‌تون فکر میکنید احساس میکنید که ازتون مراقبت شده، احساس میکنید که عشق بی قید و شرط دریافت کردید، احساس میکنید که به شما امنیت دادن، آیا شما رو در آغوش کشیدن، آیا شما رو پرورش دادن. خب و در واقع جوپیتر کنسر از شما میخواد که بیاید تعریفتون رو نسبت به خانواده تغییر بدید و میگه که ببین اصلا فرقی نمیکنه که تو چه خانواده‌ای به دنیا آمده باشی، تو چه کشوری به دنیا آمده باشی، چون خونه 4 علاوه بر خونه پدر مادر نشون دهنده سرزمین مادری هم هستش. خب جوپیتر کنسر به شما نشون میده که به این دلیل انرژی کنسر انرژی تعلق، ریشه و خانواده هستش که شما اون رو حس بکنید، بتونید اون حس رو دریافت بکنید. اگر شما به سرزمین مادریتون احساس تعلق ندارید، اگر شما به خانواده‌تون احساس تعلق ندارید، اگر شما اون عشقی رو که باید از خانواده‌تون دریافت نکردید، اگر شما تو آغوش مادر احساس امنیت نکردید و حس خانواده بودن رو نسبت به خانواده‌تون ندارید، جوپیتر کنسر میگه شما باید تعریفتون رو از خانواده بازتر کنید. جوپیتر در نشان کنسر به شما نشون میده که خانواده واقعی شما خانواده‌ای نیستش که شما خونتون با اونها یکی باشه، دی ان ای تون با اونها یکی باشه، یا از یک خون یا از یک رگ و ریشه باشید. خب جوپیتر کنسر به شما نشون میده خانواده واقعی شما خانواده‌ای هستش که شما با اون آدم‌ها احساس پیوند میکنید، احساس تعلق میکنید، از اون آدم‌ها عشق بی قید و شرط رو دریافت میکنید، حمایت میشید، احساس امنیت بهتون میدن، آغوششون رو به روی شما باز کردن و بی قید و شرط شما رو دوست دارن. یعنی جوپیتر کنسر به شما میگه که خانواده تو اون کسی نیستش که هم خونه تو هستش. خانواده تو میتونه کسی باشه که فرسنگ ها از تو فاصله داره و حتی شاید تو اون رو ندیده باشی، ولی اینقدر اون آدم با فرکانس تو و احساس تو هماهنگه، اونقدر اون آدم عشق بی قید و شرطی رو به تو میتونه حس بکنه، اونقدر اون آدم میتونه حامی باشه، حتی بیشتر از پدر مادر خودت. خب و جوپیتر میخواد از ما که ما خانواده‌ای رو پیدا بکنیم که به ما احساس تعلق میده و ما اون پیوند روحی رو بینمون حس میکنیم. یعنی در واقع خانواده تو خانواده‌ای هستش که تو اون پیوند روحی رو باهاشون حس میکنی. حالا میتونه خانواده خودت باشه، میتونه آدم کاملا غریبه‌ای باشه که هیچ پیوند خونی باهاش نداری ولی پیوند روحی باهاش داری. و جوپیتر کنسر خب یکی از تایماییه که ما میتونیم به هر حال الگوهای سمی خانوادگیمون رو رها بکنیم. یعنی جوپیتر میاد به تو نشون میده اینکه تو این کشور به دنیا اومدی، اینکه تو این خانواده به دنیا اومدی، اینکه پدر مادر تو این شکلی هستن، به این معنی نیستش که تو هم این شکلی هستی، به این معنی نیستش که تو هم باید اینجوری عمل کنی. نه، جوپیتر کنسر به ما یاد میده که ما الگوهای خانوادگیمون رو رها بکنیم، اون خانواده سمیمون رو رها بکنیم. اگر خانواده‌ای هستش که در زندگی به جای اینکه باعث رشد ما بشه، ما رو در زندگی داره محدود میکنه، جوپیتر کنسر از شما میخواد که اون خانواده‌ای که شما رو محدود میکنه رو رها کنید و برید خانواده واقعیتون رو پیدا بکنید، خانواده‌ای که اون پیوند روحی بینتون قرار داره، اون عشق بی قید و شرط بینتون قرار داره. یا اینکه اگر شما با خانواده خودتون احساس غریبی میکنید و این به خاطر شاید یه سری احساسات ناخوشایندیه که بین خودتون با اعضای خانواده‌تون حس میکنید و اون احساسات درمان نشدن، اون احساسات رها نشدن، جوپیتر با نشون دادن اون احساسات به شما از شما میخواد که با رها کردن احساسات و باورهایی که مال شما نیستن بتونید پیوندتون رو با خانواده‌ای که دوستشون دارید دوباره بازسازی کنید. یعنی اگر شما حالا جز اون دسته از افرادی هستید که پدر مادر خوبی هستن، خانواده‌تون خانواده خوبی هستن، حامی بودن تو زندگی شما و نقش خانواده رو برای شما ایفا کردن و شما احساس تعلق با اون افراد دارید، ولی یه سری احساسات ناخوشایند بینتون هستش، جوپیتر کنسر به شما کمک میکنه اون احساسات ناخوشایند رو ببینیدشون و درمانشون کنید و اون پیوند خانوادگی رو قوی ترش کنید و میتونه باعث این بشه که شما خانواده‌تون رو خیلی بهتر ببینید، خیلی حس بهتری توی خانواده حس بکنید، خیلی احساس بهتری رو نسبت به پدر مادرتون داشته باشید، نسبت به سرزمین مادریتون داشته باشید. یا این که شما مثلا اگر توی کشوری زندگی میکنید که حالا سرزمین مادریتون هستش ولی احساس تعلق بهش نمیکنید، جوپیتر کنسر از لحاظ احساسی رو توی وجود شما قرار میده و شما رو راهنمایی میکنه که برید و پیدا کنید اون سرزمینی رو که در واقع ریشه شماست و به شما اون احساس تعلق رو میده و به شما کمک میکنه که اونجا بتونید اون حس امنیت رو پیدا کنید. و خب کنسر از اونجایی که انرژی خونم هستش، خب
جوپیتر کنسر به شما داره نشون میده که خونه محلی هستش که تو باید توش احساس آرامش بکنی، محلی هستش که باید بتونی توش رشد بکنی. کنسر محلی هستش که باید بتونی احساسات واقعی تو توش نشون بدی، خود واقعیت باشی و عشق رو توش تجربه بکنی. اگر خونه برای تو این احساسات رو نداره، اگر خونه جاییه که تو توی اون احساس ناامنی میکنی، اگر خونه جاییه که تو اون احساس محدودیت میکنی، جوپیتر کنسر یکی از اون جوپیترها هستش که به هر حال همه چیز رو جوری میچینه و جوری ما رو راهنمایی میکنه و جوری ما رو آگاه میکنه که ما یک فضایی رو توی خونمون به وجود بیاریم که تو اون فضا حس مراقبت، محافظت، امنیت و عشق رو تجربه بکنیم. یعنی این جوپیتر انرژی خیلی روشن‌تری رو میاره توی خونه های ما، فضای خیلی امن‌تری رو میاره توی خونه های ما، حس خیلی واقعی‌تر و بهتری رو میاره توی ارتباطات خانوادگی ما و حالا خانواده روحی ما و خانواده روحی ما رو سر راهمون قرار میده. آدمایی که شاید کاملا با ما غریبه هستن اما میتونن خانواده واقعی ما بشن، خانواده روحی ما بشن و تا همیشه با ما بیان. انرژی کنسر به هر حال انرژی هستش که نشون دهنده احساساتی هستش که توی وجود ما هستش دیگه. خب جوپیتر هم سیاره آگاه کننده هستش، سیاره استاد هستش و زمانی که جوپیتر میاد توی نشان کنسر، شما به عنوان انسانی که حالا شاید در نقشه آگاهی دهنده هستید یا دارید آدمای دیگر رو راهنمایی میکنید یا حالا دارید بهشون کمک میکنید، به هر شکلی درمانشون میکنید، به هر شکلی جوپیتر کنسر اینجوری که میاد به شما نشون میده که آگاهی شما توی این زمان به حرفی که میزنید نیست، به اطلاعاتی که توی ذهنتونه نیست. شما توی این زمان به اون احساسی که توی درونتونه باید توجه کنید. شما وقتی جوپیتر میاد توی کنسر، شما با احساساتتون به آدمای دیگه کمک میکنید. یعنی شما با احساسی که توی وجودتون دارید، هر حسی که توی وجود شما هستش رو آدمای دیگه دریافت میکنن و شما در واقع مثل یک دستگاهی عمل میکنید که یک فرکانسی رو نگه میدارید و اون فرکانسی که شما نگه میدارید همون احساسات شما هستش و شما به نسبت احساسی که توی وجودتون دارید آدم‌های دیگر رو جذب خودتون میکنید و با اون احساساتی که توی وجودتون حس میکنید به آدم‌های دیگه کمک میکنید. یعنی در واقع آدم‌ها این بار با کلماتشون و با آگاهیشون نیستش که شما رو کمک میکنن یا درمان میکنن. آدم‌ها با فرکانسی که توی وجودشون نگه میدارن، با احساسی که توی وجودشون دارن، با اون همراستایی که با خود واقعیشون دارن، با اون آرامشی که توی وجودشون دارن شما رو درمان میکنن. یه جورایی این قفل رو برای خودتون باز میکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما توی وجودتون احساس ناامنی دارید، بعد با آدمی روبرو بشید که اون آدم همراستاست با خود واقعیش و احساس امنیت درونی داره، اون آدمی که احساس امنیت درونی داره فقط با بودن توی همون فرکانس، با خود واقعیش بودن، یک کلیدی رو میده به شما که اون کلید اون قفل وجودی شما رو باز میکنه و شما میتونید اون عدم امنیت رو توی وجودتون از بین ببرید و احساس امنیت درونی بکنید. یعنی آدمایی که توی این مدت زمان گذشته روی خودشون کار کردن و به یک ثبات احساسی رسیدن، الان مثل یک گنجینه هستن، مثل یک دستگاه هستن که یک سری فرکانس ها رو نگه می‌دارن، یه سری احساسات رو تو وجود خودشون نگه داشتن و حالا اون آدما فقط با بودن توی همون جایگاه، با بودن توی اون احساسات، با زیستن توی همون احساساته که به شما کمک میکنن و به شما نشون میدن که داشتن حس امنیت چه شکلیه، خوشحال بودن چه شکلیه، چه حسی داره و شما با حس کردن اون احساساتی که توی وجود طرف مقابل هستش اون فرکانس رو تو وجود خودتون باز میکنید. و اگر مثلا شما آدم پر از نگرانی و پر از اضطرابی هستید و در کنار آدمی قرار بگیرید که به اون آرامش درونی رسیده، ناخودآگاه شما اون احساس رو از اون آدم دریافت میکنید و میتونید که اون فرکانسی که در واقع احساس آرامش داره رو بشناسید و بتونید خودتون رو تو اون فرکانس قرار بدید. پس این زمانیه که آدما دیگه با کلمات با هم دیگه حرف نمیزنن، آدما با احساسات با هم دیگه ارتباط میگیرن. پس اتفاقات خیلی مثبتی میتونه با جوپیتر کنسر بیفته. یکی اینکه ما میتونیم خیلی از الگوهای گذشتمون رو رها بکنیم، خیلی از زخمای خانوادگیمون رو درمان بکنیم، حتی مسائلی که توی رحم مادرمون برامون اتفاق افتاده رو ما میتونیم توی این زمان درمانشون بکنیم. انرژی مثبتی که جوپیتر کنسر داره به شما کمک میکنه که احساسات مثبت رو به میزان زیادی تجربه بکنید. یعنی شما تو این زمان میبینید که دارید عشق زیادی رو تو وجودتون حس میکنید، امنیت زیادی رو تو وجودتون حس میکنید، آرامش زیادی رو تو وجودتون حس میکنید و کلا وفور احساسات مثبت رو حس میکنید. خب این قسمت مثبت جوپیتر کنسره. یا اینکه به هر حال کنسر انرژی احساساته و احساسات همیشه نشون دهنده حس 6 هستش. به خاطر اینکه جوپیتر وارد نشان کنسر میشه، ما خیلی خوب به هر حال آدمای
آگاه تری میشیم و به احساساتمون آگاه تر میشیم، پس در نتیجه حس 6 ما قوی تر میشه و خیلی آگاهی احساسی زیادی رو میتونیم دریافت بکنیم و خب خیلی میتونیم بیشتر به خودمون و اون حس 6 درونیمون اعتماد بکنیم. و همینطور از اونجایی که کنسر خرچنگ انرژی مادرانه هم هستش، ما یک احساس همدردی و یک احساس مادرانه رو برای آدمای دیگه حس میکنیم، برای کسایی که به هر حال حس خانواده رو به ما میدن، نسبت به اونها این حس عشق بی قید و شرط رو حس میکنیم و یه جورایی یک میزان عشق زیادی توی وجودمون به بقیه داریم، احساس همدردی زیادی رو تو وجودمون به بقیه حس میکنیم که خب خیلی میتونه کمک کننده باشه. و خب از اونجایی که جوپیتر کلا فرد آگاه رو نشون میده، نشون دهنده افراد ثروتمند هستش، نشون میده که خب این انرژی میتونه باعث بشه که افراد ثروتمند زیادی به هر حال توی وجودشون اون احساسات همدردی بیاد و بخوان که به هر حال مثلا بخشنده باشن، کمک کنن، چون کنسر انرژی بخشنده بودنه، یه جوری یک عشق بی قید و شرط تو وجود آدما میاره این انرژی. گفتم جوپیتر سیاره نیستش که بیاد احساسات مثبت تو وجود شما به وجود بیاره. جوپیتر هر احساسی که تو وجود شما هستش رو همون رو زیادش میکنه. واسه همین اگر شما احساسات منفی زیادی تو وجودتون باشه، یعنی رو خودتون کار نکرده باشید تو این مدت زمان، به هر حال اگر ترس زیادی داشته باشید، جوپیتر میاد احساس ترس از رها شدگی رو توی وجود شما خیلی زیادتر میکنه، ترس از تنها موندن رو توی وجود شما خیلی زیادتر میکنه. کنسر انرژی احساس گناه هستش. اگر شما احساس گناه رو توی وجودتون برطرف نکنید، جوپیتر کنسر میتونه باعث بشه شما احساس گناه خیلی شدیدی رو توی وجودتون حس بکنید و ببینید که احساس گناه زیادی رو توی وجودتون حس میکنید و اون احساس گناه رو به بقیه انتقال میدید. مثلا ممکنه که شما به واسطه احساس گناهی که دارید تو زندگیتون بخواید رشد بکنید، یعنی دلیل رشد شما این بار از سر این نیستش که شما میخواید قدرتتون رو پس بگیرید یا اینکه میخواید آدم موفق و خوشحالی باشید، بلکه مثلا شما به واسطه یه سری مسائل احساس گناه دارید و حالا که احساس گناه دارید مثلا میخواید رشد کنید که بتونید اون احساس گناه رو توی وجودتون برطرف بکنید. پس میشه رشدی که بر پایه و مبنای احساس گناه هستش، میتونه این مسائل به وجود بیاره. ولی خب در کل میگم کنسر انرژی مادره و کلا هر احساسات منفی که شما از مادر دریافت کردید، اگر توی کودکیتون حالا به هر حال مادر به یه شکلی آسیب زده، ضربه زده، حالا بهتون احساس شرم داده، احساس گناه داده، عصبانی ازش، ناراحتید ازش، جوپیتر کنسر از شما میخواد که برید و بخواید اون زخم‌ها رو با مادرتون برطرف کنید و اونها رو رهاشون کنید تا جوپیتر بتونه توی کنسر اون احساس عشق و امنیت و آرامش درونی رو توی وجودتون به وجود بیاره و زیادش کنه تا بتونید اون رو توی واقعیت اطرافتون هم ببینید. ولی چیزی که وجود داره، زمانی که جوپیتر میاد توی کنسر، این به این معنی نیستش که شما باید برید به گذشته و بخواید توی گذشته بمونید، بلکه جوپیتر کنسر از شما میخواد شما با آگاه شدن از اون احساسات گذشته، با دیدن اونها، با پذیرش اونها و رها کردنشون، خودتون رو از اون قفس آزاد کنید. واقعا خودتون رو آزاد بکنید و توی گذشته خودتون رو گیر نندازید. یعنی یک روش دیگه‌ای که این جوپیتر کنسر میتونه تو زندگی ما بد عمل بکنه اینه که ما بریم توی گذشته و توش گیر کنیم و بخوایم هی دائما اون احساسات رو حس بکنیم، در صورتی که شما زمانی که احساسات گذشته‌تون رو دیدید، بهشون آگاه شدید و اونها رو پذیرفتید، باید اونها رو رها کنید و باید گذشته رو رها کنید و باید بیاید توی لحظه حال و با حس کردن احساسات مثبت لحظه حال خیلی بهتری رو و مثبت‌تری رو، پر از امنیت و آرامش‌تری رو برای خودتون به وجود بیارید. و در واقع اگر شما آدمی هستید که توی دنیای اطرافتون ناامنی دارید، اگر حس ناامنی دارید، این احساس ناامنی از یه جایی توی کودکیتون داره میاد. جوپیتر کنسر داره اینو به شما نشون میده که این احساس ناامنی داره از یه جایی توی گذشته شما میاد. میخواد شما برید توی گذشته اون احساس ناامنی رو برطرف بکنید که زمانی که احساس امنیت درونی رو پیدا کردید، اون امنیت درونی رو توی اطرافتون ببینید. چون جوپیتر کنسر به شما نشون میده که اگر شما احساس ناامنی درونی داشته باشید، فرقی نمیکنه کجا برید، فرقی نمیکنه چه اتفاقی براتون بیفته، فرقی نمیکنه که اتفاق چقدر مثبت باشه. اون احساس ناامنی رو شما توی اون اتفاق مثبت هم تجربه میکنید، توی کشور دیگه هم تجربه میکنید، توی خونه دیگه هم تجربه میکنید. ولی اگر ابتدا به اون حس امنیت درونی برسید، جوپیتر کنسر به شما کمک میکنه که بتونید اون احساس امنیت رو توی دنیای اطرافتون هم حسش کنید و اون رو ببینید. فکر نکنید که جوپیتر کنسر قراره بیاد تو زندگی شما معجزه‌ای رو به وجود بیاره که شما تمام باورهاتون تغییر کنید یا تمام تعاریفتون رو کنار بذارید. نه، جوپیتر کنسر چون سرافرازه، چون قدرتمنده، هر چیزی رو که ببینه، تاچ کنه، حس کنه، زیادش میکنه، بزرگش میکنه، اونو میاره تو چشم شما. یعنی چی؟ یعنی جوپیتر کنسر در واقع سیاره بزرگ کننده هستش. جوپیتر مثل یک فرکانسی عمل میکنه که همه چیز رو زیاد میکنه. خب و جوپیتر میاد
تمام اون چیزهایی که شما تو وجودتون باور دارید که حقیقتن، میاد اونا رو زیاد میکنه. حقیقتای وجودتون رو میکشه بیرون، باورای وجودتون رو میکشه بیرون. حقیقتایی که شما توی وجودتون باور دارید که حقیقتن، اونا رو میاره بیرون، اونا رو زیاد میکنه، اونا رو بهتون نشون میده و براش فرقی نمیکنه اون باوری که شما توی وجودتون به عنوان حقیقت بهش اعتقاد دارید چی هستش. جوپیتر اونو زیاد میکنه. پس یعنی چی؟ یعنی اگر شما توی وجودتون باور به کم بودن دارید، باور به محدودیت دارید، باور به این دارید که همه چیز تو زندگی محدوده، کمه، تموم میشه و با ترس زندگی میکنید، جوپیتر به شما نشون میده که باور تو درسته. پس ترسای بیشتر میاره تو اطراف تو، محدودیت بیشتر رو بهت نشون میده، کمبود بیشتری رو بهت نشون میده، چون تو توی درونت کم بودن، ترسیدن و ترس از تموم شدن، ترس از کم شدن، ترس از نداشتن، ترس از محدود بودن رو داری نگه میداری. اگر تو وجودت ترس از این رو داری که ممکنه انرژیت کم بیاد، پولت کم بیاد، عشق تو زندگی کم شه، عشق کمی رو دریافت بکنی، عمرت کم شه، نمیدونم امنیتت کمتر شه، اگر تو باورات به محدودیت، باورات به کم شدن، باورات به از دست دادن، باورات در واقع پایه و ریشش ترس، جوپیتر اون ترس رو تو دنیا اطراف تو بهت نشون میده. ولی اگر تو وجودت باور داری به فراوانی، باور داری که همیشه ساپورت میشی، باور داری که همه جوره ساپورت میشی، همه جوره حمایت میشی، باور داری که تو یک موجود بی‌نهایت هستی، ذات بی‌نهایتی داری و به عشق و لذت و شور اعتقاد داری، جوپیتر عشق، لذت و شور و فراوانی بیشتری رو تو زندگیت میاره، ثروت بیشتر رو تو زندگیت میاره. ولی اگر باور به نبود داری، کمبود داری، محدودیت داری، خب جوپیتر از اون محدودیت و از اون باور محدود خیلی زیادش رو بهت میده. چون جوپیتر کنسر قدرتمند و سرافرازه، هر چیزی رو که تاچ کنه، هر چیزی رو که لمس کنه، اون رو زیاد میکنه. پس توی این زمان لازمه که شما با رفتن توی گذشته‌تون و پیدا کردن باورهای محدود کنندتون، باور به این که نمیتونید زندگی خوبی داشته باشید، باور به این که این زندگی همش درده، باور به این که خیلی سخت میشه پول در آورد، باور به این که خیلی سخت میشه زندگی کرد، باور به این که خیلی سخت میشه خودتون و خانواده‌تون رو تأمین کرد، این باور رو رها کنید. یعنی جوپیتر کنسر به شما نشون میده که جهان هستی همه جوره تو رو ساپورت میکنه، همه جوره. اگر تو باور داری که توی زندگیت ساپورت نمیشی و حمایت نمیشی، جوپیتر تو رو توی این باورت ساپورت میکنه، تو رو توی باور این که حمایت نمیشی و ساپورت نمیشی حمایت میکنه. ولی اگر باور داشته باشی که حمایت میشی و ساپورت میشی، جوپیتر تو رو حمایت میکنه و بهت نشون میده که تو واقعا حمایت میشی. ولی اگر باور داشته باشی که حمایت نمیشی، جوپیتر بهت نشون میده که حمایت نمیشی. دقیقاً به همین شکل باورها و احساساتی که الان توی وجودت داری، اونان که بهت نشون میدن تو چه واقعیتی رو قراره توی اطرافت تجربه کنی. پس این زمانیه که ما احساساتمون بزرگ میشن، احساساتمون میان روی سطح، احساساتمون خودشونو به ما نشون میدن، احساسات منفی، مثبت. منفی ها برای اینکه اونها رو ببینیم، بپذیریم، رهاشون کنیم، مثبت ها برای اینکه اونها رو ببینیم، بشناسیم، آگاه بشیم به اونها و اجازه جریان پیدا کردن رو بهشون بدیم. و جوپیتر کنسر میتونه خیلی خیلی مثبت بشه برای ما اگر که ما باور محدود کنندمون رو کنار بذاریم. و کلا ببینید دوستان، نشان کنسر نشان خرچنگ، خاطرات رو نشون میده، خاطرات گذشته رو نشون میده، این انرژی اجداد ما رو نشون میده، گذشتگان ما رو نشون میده. یه جورایی فکر کنید مثلا اجداد خیلی دور شما، پدر بزرگ، مادر بزرگاتون رو نشون میده. و جوپیتر کنسر نشون دهنده بدن احساسی ما هستش. خب و این نشون میده که ما توی این زمان بدن احساسیمون خیلی حساس میشه و ما احساسات رو خیلی واضح دریافت میکنیم، خیلی زیاد دریافت میکنیم، خیلی زیاد حس میکنیم. و این نه که فکر کنید مجازاتی هستش یا اینکه نقطه ضعفی هستش، نه. در واقع جوپیتر در کنسر احساسات ما رو تبدیل به قدرتمون میکنه. یعنی اگر شما توی این زمان بخواید کاری رو انجام بدید و به احساساتتون توجه کنید، یعنی اگر از انجام دادن اون کار احساس لذت میکنید، احساس عشق میکنید و احساس اینو میکنید که انجام دادن اون کار داره باعث رشد شما میشه، جوپیتر میگه برو و انجامش بده. و در واقع احساسات شما مثل یک راهنما دارن براتون عمل میکنن و یه جوری قدرت شما محسوب میشن. و زمانی که شما میخواید یه کاری رو انجام بدید و یهو میبینید که احساس گناه میاد تو دلتون، احساس ترس میاد، احساس میکنید که یه جوری این انرژی داره محدودتون میکنه، میبینید جمع شدید، ترسیدید، نگران شدید، این دقیقاً یک نشونه است که اون کارو نباید انجام بدید. یعنی شما اگر توی زمان جوپیتر کنسر به احساساتتون توجه کنید، هر کاری که میخواید انجام بدید احساس کنید که احساسی که تو وجودتون دارید احساس خوشحالی و عشق باشه، اون کار باید انجام بشه. اگر احساس اضطراب و ترس
و محدودیت رو دارید، یعنی اون کار نباید انجام بشه. به همین سادگی میتونید جوپیتر کنسر رو به عنوان یک راهنمای درونی داشته باشید. انگار یک راهنمایی دارید که تو وجود شما نشسته و به شما میگه چه کاری برای شما درست انجام دادنش، چه کاری درست نیست، فقط با دقت و توجه کردن به احساساتتون. در واقع دوستان، جوپیتر سیاره رشد دهنده هستش دیگه، نشون دهنده رشدی هستش که ما توی زندگی داریم. وقتی میاد توی کنسر میگه اگر تو احساس بکنی، اجازه بدی احساسات احساس بشن، احساسات وجودت رو بشناسی، بهشون آگاه بشی، اون موقع است که رشد میکنی. یعنی این بار زمانیه که اگر احساس بکنی رشد میکنی، احساس کنی رشد میکنی. خب و جوپیتر کنسر به این معنی نیستش که تو برای اینکه بتونی احساس امنیت درونی و خوشحالی درونی داشته باشی لازمه تو زندگی دستاوردهای بزرگی داشته باشی. نه، جوپیتر کنسر به تو نشون میده همین که تو احساس تعلق بکنی، همین که تو توی وجودت احساس امنیت بکنی، تو زندگیت رشد میکنی. پس جوپیتر کنسر از شما میخواد به جای نگاه کردن به بیرون از خودتون، نگاه کنید به درونتون. به جای درک کردن اتفاقات بیرونی، احساسات درونیتون رو حس کنید. و به جای پیدا کردن امنیت توی بیرون از خودتون، اون امنیت رو توی درونتون پیدا کنید. و ناخودآگاه اون فرکانس درونی شما رو در موقعیتی قرار میده که بتونید توی دنیای اطرافتون هم تجربهش کنید. و خب چیزی که وجود داره به هر حال انرژی کنسر، انرژی خانواده هستش و احساسات هستش دیگه. جوپیتر کنسر به شما کمک میکنه که شما بتونید احساساتتون رو به آدمایی که دوستشون دارید رشد بدید. میبینید خیلی احساسات شما نسبت به آدمایی که حس خانواده بهتون میدن رشد پیدا کرده، زیادتر شده و شما بیشتر به اون احساس عشق آگاه هستید. پس عشق بیشتری رو تو وجودتون دارید تجربه میکنید، پس بیشتر مراقبت میکنید، بیشتر عشق میدید و خب عشق هم انرژی فراوانی هستش، پس در معرض فراوانی بیشتر قرار میگیرید. ولی خب دوستان میگم هر انرژی دو پهلو هستش. جوپیتر کنسر هم میتونه دو پهلو عمل کنه. اگر که شما آگاه نباشید، خب این حجم از احساسات شدیدی که دارید حس میکنید، اینجوری که به احساساتتون آگاه میشید، اینجوری که یهویی کشیده میشید تو گذشته، اگر آگاه نباشید میتونه شما رو توی گذشته گیر بندازه، میتونه شما رو تو احساسات منفی گیر بندازه و شما باید با آگاهی و با پذیرش اونها رو رها کنید و برگردید به زمان حال و برگردید به اون احساس امنیت درونی و احساس لذتی که در لحظه حال دارید تجربه میکنید به خاطر فهمیدن اون آگاهی گذشته. یعنی شما نرید و نشینید و قصه این رو بخورید که حالا یه سری چیزا رو توی گذشته‌تون تجربه کردید، بلکه برگردید توی لحظه حال و شکرگزار باشید و خوشحال باشید از اینکه این آگاهی رو در مورد خودتون و گذشته‌تون پیدا کردید و حالا میتونید رهاش کنید و این قدرت شماست الان. و خب متاسفانه برای آدمایی که خب به هر حال توی انرژی محدودیت و ترس هستن، خب میگم مثلا اینجوری میشه که خب از اونجایی که کنسر انرژی خانواده هسته، شما یهو میبینید که خیلی از کارماهای خانوادگیتون زیاد میشن، حالا دارید با تمام کارماهای خانوادگی روبرو میشید، با همین احساسات منفیتون روبرو میشید و یهویی میبینید ترس از رها شدگی از خانواده میاد سراغتون، ترس از دست دادن خانواده میاد سراغتون. توی این زمان واقعا لازمه که شما بشینید و برید به درونتون و آگاه بشید به این احساسات. دوستان این انرژی به ما یاد میده که جوپیتر کنسر به ما یاد میده که اینکه ما آدمای احساساتی هستیم، اینکه ما احساسات زیادی رو میتونیم تجربه بکنیم، این نقطه ضعف ما نیستش، بلکه این نشون دهنده قدرت ما هستش. این زمانی که جوپیتر به شما نشون میده که این بار شما قدرتتون توی این نیستش که بخواید به کس دیگه چیزی رو تحمیل بکنید یا کنترلی روی کسی داشته باشید یا مثلا کسی رو تو زندگیتون شکست بدید، بلکه جوپیتر کنسر به شما نشون میده که قدرت شما توی اون درک متقابلی که از طرفتون دارید، توی اون احساس امنیتی که به طرف مقابلتون میدید، توی اون حس مراقبت کننده و مادرانه‌ای که شما به آدمای اطرافتون میدید، توی اون عشق بی قید و شرطی که به بقیه میدید و جوپیتر به شما نشون میده که شما با منتقل کردن احساسات مثبت به آدم‌های دیگه هستش که در واقع شانس رو وارد زندگیتون میکنید، معجزه رو وارد زندگیتون میکنید، نه با بازی دادن آدم‌های دیگه، نه با کنترل کردنشون، نه با تحمیل کردن چیزی به اونها، بلکه با بخشیدنشون، بلکه با دوست داشتنشون، بلکه در آغوش کشیدنشونه که تو این زمان میتونه به شما کمک بکنه که شما بتونید اون واقعیتی که میخواید رو برای خودتون به وجود بیارید. پس این زمانی هستش که شما قدرتتون رو در نرمی پیدا میکنید، قدرتتون رو در مهربانی پیدا میکنید. این زمانی هستش که شما دوستان شانستون رو در مهربانی پیدا میکنید، شانستون رو در آغوش پیدا میکنید، توی بخشش پیدا میکنید، توی بودن کنار آدمایی که دوستشون دارید پیدا میکنید و در واقع اونا هستن که بهتون حس خوبی میدن و شما متوجه میشید که خیلی چیزای ارزشمندتری از حالا
دارایی و پول و این چیزا هستش. اون احساس امنیتی که ما میتونیم تو آغوش آدم‌ها داشته باشیم خیلی ارزشمنده. اون عشقی که ما میتونیم از آدمایی که دوستشون داریم دریافت بکنیم خیلی خیلی ارزشمنده. اون امنیتی که میتونیم به واسطه وجود یه سری آدم‌ها تو وجودمون حس بکنیم اونه که ارزشمنده و جوپیتر این چیزا رو به شما نشون میده. و دوستان ببینید از اونجایی که به هر حال تمام انرژی ها یک تاثیر جمعی دارن، نشون میده که ما اگر توی درونمون احساس امنیت داشته باشیم، دنیا و جهان و کره زمین حس امنیت رو خواهد داشت. اگر ما توی درونمون احساس عشق بکنیم، توی کره زمین ما عشق رو میبینیم و حس میکنیم. پس اگر زمین تبدیل شده به جایی پر از استرس، ناراحتی، ناامنی، اینا همه نشون دهنده درون ما هستش. و این زمان هیل کردن، این زمان درمان کردن اون بدن احساسیه، این زمان درمان کردن و رها کردن اون احساسات منفیه، نه فقط برای کمک به خودمون بلکه برای دادن اون احساس امنیت و عشق به خانواده‌مون، به اجدادمون، به مردم دنیا، به کره زمین، به زمینی که توش زندگی میکنیم. و جالبیش اینجاست که جوپیتر کنسر به شما نشون میده که خونه شما جایی هستش که بهش احساس تعلق بکنید، نه جایی که اونجا به دنیا اومدید. پس جوپیتر کنسر یه جورایی میاد مرزها رو از بین میبره و کاری میکنه که شما بتونید جایی که خونه هستش واقعا و احساس تعلق میکنید رو بشناسید و پیداش کنید. اون احساسات وجود شما قرار میده. پس فکر نکنید اگر جایی به دنیا اومدید حتما متعلق به اونجا هستید. نه، جوپیتر کنسر میاد خلاف اینو به شما نشون میده. و در واقع جوپیتر کنسر یک دعوته برای اینکه شما برگردید به خونه، برگردید به آغوش مادر. و خب ما میدونیم که زمین در واقع مادر ما هستش و این زمانی که ما باید زمین رو هم به آغوش بکشیم و برگردیم به آغوش زمین. پس این زمانی که ما باید با زمین، با مردم دنیا، با خودمون، با خانواده‌مون مهربون باشیم و مثل یک مادر عمل کنیم. و میبینیم که دنیا هم از اونجایی که آینه مقابل ما هستش خیلی مادرانه به ما پاسخ میده. خیلی از این احساسات منفی که شما دارید تو وجودتون حس میکنید به خاطر اینه که شما فکر کردید حس کردن بده و شما رو اذیت میکنه و شما رو ضعیف میکنه. یعنی ممکنه شما این باور رو از جامعه دریافت کرده باشید، این باور رو از خانواده‌تون دریافت کرده باشید که نباید حس کنید، نباید احساساتی باشید، نباید گریه کنید. مخصوصا حالا خیلی از مردا که بهشون میگن مرد نباید گریه کنه، اینا باعث سرکوب احساسات توی وجود شما میشه. این زمانیه که جوپیتر داره به شما نشون میده که شما اجازه دارید که حس بکنید. حس کردن هیچ آسیبی به شما نمیرسونه. احساس کردن احساسات درونیتون امنیت شما رو از بین نمیبره. تجربه کردن احساسات ناراحتی، حس کردن احساس ناراحتی شما رو توی خطر نمیندازه، شما رو ضعیف نشون نمیده. و جوپیتر کنسر به شما نشون میده که احساسات در واقع قدرت شما هستن و اگر بهشون آگاه نباشید میتونن تبدیل به دشمن شما بشن. همونجور که گفتم به هر حال ما همه انرژی ها رو به صورت جمعی حس میکنیم دیگه. یهویی ما ببینیم که در سطح جمعیت شروع میکنه به احساس کردن احساس گناه که از گذشته تو وجودش بوده. یعنی میبینیم احساس گناهی که توی وجود آدم ها پنهان شده بوده یهویی میاد توی سطح و خودش رو نشون میده در سطح جمعی. یعنی تو تعداد زیادی از آدما میبینیم. یهو میبینیم که اگر مثلا احساس غم یا ناراحتی توی وجود آدما بوده، غم یا ناراحتی مخصوصا اگر حول محور پدر مادره، مخصوصا اگر حول محور سرزمین مادری ریشه شما هستش، تمام اون احساسات میان توی سطح و شما میبینیدشون و بهشون آگاه میشید و ما این رو در سطح جمعی میبینیم. یعنی چی؟ هر احساسی که به صورت کالکتیو، به صورت جمعی پنهان شده، اون احساس رو ما چجوری میبینیمش؟ اون احساسی که در سطح جمعی تمام جمعیت با هم قرارداد کردن، با هم توافق کردن که اون احساس رو قایمش بکنن، اون احساس رو سرکوبش بکنن، چه اتفاقی میفته؟ جوپیتر میاد تو کنسر و جوپیتر اون احساس رو زیاد میکنه، اینقدر زیادش میکنه، بزرگش میکنه، مثل یه ذره بین میره قشنگ ذره بین رو قرار میده رو اون احساسه و بزرگش میکنه و ما در سطح جمعی هم ممکنه یه غم خیلی زیاد ببینیم که جمعیت داره شرم حس میکنه، شرم رو رها میکنه، جمعیت داره احساس گناه رو رها میکنه، جمعیت داره احساس ناراحتی رو رها میکنه و داره اونها رو پاک میکنه، داره اونها رو از روی سطح بدن احساسیش پاک میکنه. خب و تمام این احساسات پنهان، تمام این دردهای اجدادی، تمام این کارماهای اجدادی، تمام این مسائلی که توی وجود ما سرکوب شدن میان توی سطح و درمان میشن. و خب حالا ما برای اینکه بتونیم به این احساسات آگاه بشیم، خب ما برای اینکه بتونیم اونها رو ببینیم، ما برای اینکه بتونیم روشون ذره بین بندازیم، باید ابتدا اون احساسات تحریک بشن، چون توی وجود ما خوابن، چون سرکوبن. یعنی ممکنه یک اتفاقی در سطح جمعی رخ بده که این احساسات وجودی ما رو تحریک کنه، ما رو تریگر کنه. یعنی ممکنه که مثلا ما یهو ببینیم که
یه سری اتفاقات تو دنیا بیفته که آدما رو احساساتی کنه، آدما رو ناراحت کنه. خب مثلا یعنی که ما یهویی ببینیم که یه اتفاقی تو دنیا میفته اینقدر بی‌رحمانه است، یعنی یه اتفاق دردناک که برای یک سری آدمایی میفته که اینقدر اون افراد شاید بیگناهن که قلب ما رو به درد میاره، یعنی در سطح جمعی قلب دنیا رو به درد میاره و آدما بهش ریاکشن نشون میدن، آدما بهش پاسخ میدن و اون احساس غم و اندوه درونی رو میکشه بیرون، اون احساس عذاب وجدان رو میکشه بیرون در سطح جمعی و میتونه زخمای عمیقی حول محور ملیت، حول محور سرزمین مادری، حول محور ریشه آدما، خانواده آدما، احساس امنیت، این مسائل رو بکشه در سطح جمعی بیرون و بخواد اونها رو پاکسازی کنه و بخواد اونها رو کنار بزنه و دیگه اون چیزها رو توی بدن احساسیش نخواد، دیگه نخواد اون چیزها رو تو دنیای اطرافش تجربه بکنه. و خب دوستان، همونجور که بهتون گفتم جوپیتر کنسر میاد به شما نشون میده، چون جوپیتر سرافرازیه دیگه و خیلی قدرت داره، میاد به شما نشون میده که امنیت چیزی نیستش که شما بتونید به واسطه سیستم ها یا دولت ها یا جایی که توش زندگی میکنید به دست بیارید. یعنی جوپیتر میاد اون امنیت دروغین، اون احساس امنیت دروغینی که شما فکر میکردید دارید رو میاد اون رو بهتون نشون میده. میاد بهتون نشون میده، میگه ببین اون چیزایی که تا الان شما فکر میکنید دارن به شما امنیت میدن، خب اون دستگاه ها، اون سازمان هایی که به شما قول این رو داده بودن که امنیت شما رو حفظ کنن، خب ولی به جای اینکه امنیت شما رو حفظ کنن از کلمه امنیت استفاده کردن برای اینکه روی شما کنترل داشته باشن، برای اینکه شما رو محدود کنن. خب و جوپیتر کنسر اینو نشون میده. فرقی نمیکنه، ممکنه پدر مادر هم این شکلی باشه، مثلا پدر مادر شما برای اینکه به شما نشون بدن که دارن از شما مراقبت میکنن یا میخوان شما در امنیت باشید، دارن در واقع شما رو کنترل میکنن، دارن شما رو محدود میکنن. حالا شما این رو در سطح‌های بزرگتر ببینید، تو جامعه ببینید، توی دولت‌ها ببینید، یعنی در واقع اون امنیت دروغینی که بهتون قول داده شده، گفته شده که مثلا این کارو ما داریم میکنیم، این چیزو ما داریم به شما تحمیل میکنیم به خاطر اینکه به شما امنیت بدیم. خب اون چیزی که به شما قول داده میشه، اون امنیتی که به شما قول داده میشه، اون سیستم و دستگاهی که اون امنیت رو به شما میخواد بده، اونها معمولاً ترک برمی‌دارن و اون ساختارها از بین میرن و جوپیتر به شما نشون میده که امنیت نمیتونه از بیرون از شما بیاد، امنیت از درون میاد. از سیستم هایی که قول دادن امنیت رو به شما داده بودن ولی به جاش کنترلتون کردن، اون سیستم ها هستن که از بین میرن. مثال میزنم چجوری از بین میرن. مثلا آدما شروع میکنن رها کردن خانواده‌ای که سمیه، رها کردن خونه‌ای که سمیه، رها کردن کارهایی که سمیه. مثلا شما فکر میکردید که این کار داره به شما امنیت میده ولی میبینید که نه، تو زندگی شما رو محدود کرده، اون کار رو رها میکنن آدما. یا مثلا شما مثلا میبینید که تمام مدت برای اینکه احساس امنیت بکنید یک نقشی رو به عهده گرفتید. مثلا گفتید که من اگر این نقش رو داشته باشم، اگر من این ماسک رو به صورتم بزنم، من امن خواهم بود، من در امنیت خواهم بود. جوپیتر به شما کمک میکنه اون ماسک رو شناسایی کنید، اون نقش رو شناسایی بکنید و اون ماسک رو بردارید، اون نقش رو رها بکنید، به خاطر اینکه امنیت واقعی از درون میاد. و همینجور اون ملیتی که شما به خودتون دادید، یعنی اگر شما تا الان خودتون رو جز یک ملیت میدیدید، جز یک فرقه میدیدید، جز یک خانواده میدیدید، جز یک سنت خاصی میدیدید، جز یک گروه خاصی میدیدید، جز یک به هر حال ملیت خاصی دیگه میدیدید، اگر اون با خود واقعی شما یکی نباشه، اگر امنیت الکی رو به شما داده باشه، شما دیگه خودتون رو با اون ملیت و با اون نقش تعریف نخواهید کرد. و این زمانی هم هستش که ما یه جورایی دیگه آدما رو به خاطر خودشون دوست خواهیم داشت، به خاطر خودشون میپذیریم، نه به خاطر ملیتی که ازش اومدن، نه به خاطر پدر مادری که داشتن، نه به خاطر خانواده‌ای که ازش اومدن. یعنی آدما به خاطر خودشون ارزشمند میشن و داشتن خانواده ثروتمند یا داشتن مثلا یک ملیت یا حالا داشتن یک نشنالیتی به هر حال نمیتونه یک آدمو ارزشمندتر بکنه، یک آدمو بی ارزش. و یه جوری تمام ملیت ها هستن که تو این زمان ارزشمند میشن در دنیا و یه جوری میگم جوپیتر کنسر به ما کمک میکنه که مرزها از بین برن، که این خیلی عالیه. از اون جایی که به هر حال کنسر انرژی خونه هستش و سرزمین مادری، ما خب ممکنه که یهویی این تمایل رو هم توی آدما ببینیم که تعداد زیادی از آدما میخوان برگردن خونه، میخوان برگردن پیش پدر مادرشون، میخوان برگردن به سرزمین مادریشون، همونجور که تعداد زیادی اون پدر مادر و اون خونه‌ای رو که فکر میکردن خانواده واقعیشونه، فکر میکردن توش امنیت دارن، در صورتی که اون چیز سمی بوده رو رها میکنن. خیلی هم اگر به دنبال پیدا کردن امنیت و خانواده و حس تعلق خانواده خودشون و سرزمین خودشون رو رها کرده بودن و نتونستن اون حس امنیت و تعلق رو پیدا کنن، برمیگردن به خونه.
به حال ما این موج رو هم ممکنه ببینیم. و خب چیزی که از همه چیز قشنگتره به نظر من اینجوریه که ما خانواده روحیمون رو پیدا میکنیم. یعنی ما ممکنه وارد گروه‌هایی بشیم، وارد دوستی‌هایی بشیم و حالا چه از طریق اینترنت، چه از طریق سوشیال مدیا بتونیم آدمایی رو پیدا کنیم که باهاشون یک باند، باهاشون یک ارتباط روحی پیدا میکنیم و اونها رو واقعا مثل خانواده‌مون میبینیم و میبینیم که آدمایی هستن که ما رو درک میکنن، از لحاظ احساسی ما رو میفهمن، ما رو ساپورت میکنن، ما رو دوست دارن، ما رو به آغوش میکشن و خیلی این افراد برای ما ارزشمند میشن. تو این زمان آدما میرن سراغ آدمایی که واقعیان، یعنی انرژی کنسر انرژی واقعی بودنه. خب آدما میرن سراغ استادایی که واقعیان، میرن سراغ آدمای آگاهی که واقعیان، آدمایی که واقعا اون احساس واقعی بودن رو انتقال میدن، اون حس دوست داشتن رو انتقال میدن، اون که واقعا میخوان ساپورت کنن رو انتقال میدن. یعنی آدما دیگه نمیرن سراغ کسایی که فقط برای به دست آوردن ثروت یا برای به دست آوردن پول یا برای کنترل داشتن یا به هر حال برای اینکه بخوان غرورشون یا ایگوشون رو تغذیه بکنن دارن به آدما آگاهی میدن. در صورتی که جوپیتر کنسر میاد یک آگاهی رو توی وجود آدما قرار میده که آدما فقط آگاهی کسانی رو میپذیرن که اون همراستایی رو با اون آدم حس میکنن، اون واقعی بودن رو حس میکنن، اون همدردی رو تو وجود اون آدم حس میکنن، اون عشق رو تو وجود اون آدم حس میکنن، اون ساپورت رو از اون آدم حس میکنن و میرن سراغ این جور آدما. نه فقط آدمایی که واقعا مردم رو وسیله‌ای قرار دادن برای رسیدن به خواسته هاشون و اینجوریه که خب رهبرهای واقعی، معلمهای واقعی هستن که تو این زمان به کمک ما میان. ممکنه حتی در سطح جمعی ما رئیس جمهورها و رهبرهای واقعی تری رو ببینیم که واقعا به فکر ملتشونن، واقعا به فکر کشورشونن. یعنی ما واقعا ممکنه توی این زمان رهبرها و رئیس جمهورهای دلسوزتری رو هم ببینیم که واقعا با مردمشون هم دردی میکنن و دوست دارن کمکشون کنن. حالا دوستان، ما توی این زمان ممکنه که ببینیم که حالا چون از جایی که کنسر انرژی به حال مادره و مادر زمین رو هم میتونه نشون بده، ما میتونیم ببینیم که آدما برای دریافت آگاهی ممکنه خیلی بیشتر با زمین ارتباط بگیرن، با طبیعت ارتباط بگیرن و بخوان اون آگاهی رو واقعا از خود طبیعت دریافت کنن، از خود مادر زمین دریافت کنن. و خب از اونجایی که به هر حال خونه 4 ریشه کل این چارت هستش، به هر حال پایه‌ای هستش که کل این چارت روش قرار گرفته. خب وقتی که خونه 4 انرژی کنسر و مادر رو داره، در واقع جوپیتر زمانی که توی نشان کنسر قرار میگیره نشون میده که یک مادر واقعی و یک مادری که عشق واقعی به فرزندانش داره بین فرزنداش تفاوت قائل نمیشه، اونها رو از هم جدا نمیبینه. درسته؟ همه رو یکی میبینه، همه رو در واقع از خودش میبینه. درسته؟ جوپیتر کنسر همونجور که مرزها رو از بین میبره دوستان، میاد توهم جدایی رو هم از بین میبره. توهم این که شما فکر کنید که اوکی این اتفاقات برای من که نمیفته پس من در امنیتم، خب این مسئله که برای کشور من که نیست پس من در امنیتم. یعنی جوپیتر کنسر میاد همونجور که مرزها رو از بین میبره اون احساس جدایی رو هم از بین میبره و شما میتونید اون خوشحالی که برای یک نفر دیگه اتفاق میفته رو عمیقاً حس کنید و شما میتونید دردی رو که برای یک نفر دیگه اتفاق میفته رو هم حس کنید، چون اون آدم، اون فرد فرقی نمیکنه کجای این زمین قرار میگیره، اون آدم خود شما هستید. چون از نظر زمین ما همه بچه‌های زمین هستیم، ما همه از یک مادر اومدیم و ما در واقع یک نفر هستیم و جوپیتر کنسر به ما کمک میکنه که ما این توهم جدایی رو از بین ببریم که فکر میکنیم دردی که برای تو پیش میاد مال توه و مال من نیست و این زمانیه که ما یک احساس یکی بودن و همدردی رو با آدمای دیگه حس میکنیم، با همه مردم دنیا و ما در واقع آرامش رو فقط برای خودمون نمیخوایم، ما آرامش رو برای زمین میخوایم، برای مردم زمین میخوایم. ما اون حس امنیت رو فقط برای خودمون نمیخوایم، ما برای تمام مردم دنیا میخوایم و این میتونه واقعا انرژی مثبتی باشه. از اونجایی که جوپیتر توی کنسر سرافرازه و میخواد به ما نشون بده اون عشق مادرانه رو، عشق مادرانه‌ای که ما توی عمق وجودمون به هم دیگه حس میکنیم، ولی متاسفانه به خاطر باورهایی که دریافت کردیم، به خاطر الگوهایی که دریافت کردیم، اون عشق رو حتی از خودمون هم دریغ کردیم، چه برسه به دیگران. و خب توی این زمان ما ممکنه که ببینیم آدمای خیلی زیادی شروع میکنن به درمان کردن زخماشون، به درمان کردن کودک درونشون و یه جوری مادری کردن برای خودشون. یعنی شما ببینید به هر حال اولین چیزی که شما توی این زمان بهش آگاه میشید این هستش که ما همه به هر حال یک کودک درون هم داریم که نیاز به این داره که عشق مادرانه رو دریافت بکنه و اون عشق مادرانه رو از خود ما دریافت میکنه
و ما اولین قدمی که تو این زمان برمی‌داریم اینه که برای خودمون مادری میکنیم. این زمانی هم هستش که دوستان جوپیتر از اونجایی که سیاره آزادی هستش، یه اتفاق خیلی مثبت که میفته اینه که ما از لحاظ احساسی احساس آزادی میکنیم. یعنی اگر تا الان احساس زندانی بودن داشتیم، احساس درد داشتیم، احساس میکردیم که احساسات منفی، انرژی‌های منفی توی وجود ما رو عقب نگه داشته، ما رو محدود کرده، جوپیتر کنسر میاد و اون حس آزادی درونی رو به ما میده. در واقع ما الان اینجوری هستیم مثل یک ققنوسی هستیم که از خاکستر خودمون متولد شدیم دوباره، ولی اون ققنوس توی قفس احساسات منفیش. و این زمانی که شما با رها کردن اون احساسات یه جوری اون پرنده رو از قفس آزاد میکنید، اون ققنوس رو از اون قفس آزاد میکنید و بهش اجازه پرواز میدید، بهش حس آزادی رو هدیه میدید که میتونه عالی باشه. کلا از اونجایی که هر انرژی دو پهلوه، خب جوپیتر کنسر هم این زمان میاد دو راه توی مسیر ما قرار میده به صورت جمعی. خب کنسر میتونه به هر حال انرژی بی‌حس کردن رو هم به ما بده. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم انتخاب بکنیم که تمام این احساساتمون رو نخوایم حس کنیم، بخوایم اونها رو خاموششون کنیم، بخوایم ازشون فرار کنیم و خودمون رو وارد یک بی‌حسی بکنیم، حالا با فرار از واقعیت، با رفتارهای فرار از واقعیت، با فرار از احساساتمون، با گم شدن توی ترسامون، با گم شدن توی گذشتمون و نخواهیم هیچ کدوم از اون احساسات رو حس بکنیم و نخواهیم اونها رو بپذیریم، مقاومت کنیم در برابرشون، این که اصلا اونها رو نبینیم و اگه میان توی سطح و خودشون رو به ما نشون میدن اونها رو به شدت بیشتری سرکوبشون کنیم که خب این میتونه در سطح جمعی تخریب‌های بیشتری به وجود بیاره و ترس بیشتری رو وارد وجود ما بکنه، عذاب بیشتری رو وارد وجود ما بکنه. یا اینکه انتخاب کنیم در سطح جمعی احساسات درونیمون رو حس کنیم، عمیقاً حسشون بکنیم که این منجر به این میشه که ما در سطح جمعی یک بیداری میبینیم. یعنی میبینیم که جمعیت با حس کردن احساسات درونیش یهویی بیدار میشه به یک آگاهی جدید. و در واقع جوپیتر کنسر داره به ما از یک دنیای جدید خبر میده، دنیای جدیدی که ما توی اون قراره برگردیم به خونمون، ولی اون خونه نه آدم خاصیه، نه محل خاصیه، نه خانواده خاصیه. اون خونه یک محل مقدس توی درونمونه که به شدت امنیت داره و پر از آرامشه و ما برمیگردیم به اون خونه و این دنیای جدید ما هستش، دنیای جدیدی که ما با برگشتن به اون محل مقدس امن وجودمون به اون آرامش درونی میرسیم و اون آرامش درونی رو به بقیه هم هدیه میدیم. مسیر رسیدن به اون امنیت رو به آدم‌های دیگه هم نشون میدیم. باید بدونید که دوستان جوپیتر کنسر میتونه مثل یک موج خیلی بزرگ عمل بکنه، موجی که میتونه تو رو غرق کنه یا موجی که میتونه به تو اجازه این رو بده که روش موج سواری کنی و ازش لذت ببری و اون موج تو رو میبره به خونه یا میتونه تو رو غرقت کنه. درسته؟ پس این دو مسیر برای این انرژی وجود داره. مهمه که ما تو این زمان احساساتمون رو حس کنیم. حالا دوستان، از اونجایی که ما خب دنیای اطرافمون و کره زمین مثل یک آینه هستش که احساسات درونی ما، افکار درونی ما رو به ما منعکس میکنه، خب این زمانی از اونجایی که ما احساسات تاریک زیادی رو قراره حس بکنیم، احساسات خیلی زیادی قراره بیان روی سطح که ما بهشون آگاه بشیم که بخوایم اونها رو رها بکنیم. پس ما یه سری احساساتی رو توی بدن احساسیمون قراره حس کنیم که دنیای اطراف ما به اون بدن احساسی ما قراره پاسخ بده و قراره اون رو به ما منعکس بکنه. پس احساسات از اونجایی که انرژی آب هستش ممکنه که سیلاب‌های بیشتری رو ببینیم، سونامی‌های بیشتری رو ببینیم که خب به واسطه زمین لرزه پیش میان. انرژی جوپیتر کنسر میتونه به حال کنسر انرژی آبه و میتونه سطح آب‌ها رو ببره بالا، سطح آب‌های اقیانوس‌ها رو ببره بالا. از اونجایی که به حال توی اسکوئر با ساترن اریس هم هستش میتونه نشون دهنده خب گفتم خشکسالی و گرمایش زمین باشه که توی اسکوئر با جوپیتر کنسر میتونه سطح آب‌ها رو بیاره بالا و خب به واسطه‌اش یه سری خونه‌ها، یه سری سرزمین‌ها، یه سری به هر حال مکان‌ها زیر آب فرو میرن. حالا چیزی که وجود داره، ما از اونجایی که خب به هر حال همه احساسات هم که نمیان توی سطح، یه سری از احساسات ما هستن که ناخودآگاه هستن و ولی تو بدن احساسی ما وجود دارن و دنیا هم اینجوری بهشون پاسخ میده مثل آتش فشان‌ها. در واقع نشون دهنده فشارهای احساسی زیادی هستن که شما تجربهشون میکنید و اینجوری میخواد شما رو از اون فشارهای احساسی رها کنه، میخواد شما رو از اون احساساتی که اینقدر عمیقاً و اینقدر فشار زیادی رو دارن به شما وارد میکنن که شما اصلا نمیتونید اونها رو رها بکنید. پس اینها میتونه به شکل
آتشفشان ها خودشون رو نشون بدن، ولی خب این نشون دهنده آزاد شدن اون انرژی از درون شما هم هستش. یک فشار احساسی که شاید مدت زمان طولانی توی وجود شما هستش و شما بهش آگاه نیستید. در واقع تمام این سونامی ها، تمام این سیلاب ها، تمام این بالا اومدن آب دریاها نشون دهنده اینه که زمین از اونجایی که آگاهی داره، زمین داره یک غمی که مدت زمان طولانی توش جمع شده بوده رو آزاد میکنه، پاک میکنه. داره درد خیلی زیادی که تو مدت زمان طولانی توی لایه‌های زمین جمع شده بوده اون رو آزاد میکنه. همینطور داره فشار خیلی زیادی رو آزاد میکنه، مثل ما آدم‌ها. یعنی زمین هم در واقع همونجور که ما فشار زیادی رو حس میکنیم، احساساتی میشیم، جیغ میزنیم، گریه میکنیم، زمین همینجوری خودش رو آزاد میکنه و در واقع داره پاکسازی میکنه و اینها در واقع نشون دهنده اینن که زمین داره خودش رو از یک سری احساسات منفی خالی میکنه که میتونه عالی باشه. حالا دوستان، از اونجایی که کنسر انرژی سرزمین مادری و ملی‌گرایی هم هستش، ما در سطح جمعی میتونیم ببینیم که بحث‌های حول محور سرزمین ها، خاک ها، مثلا زمین، مثلا این چیزا میتونه بیاد بالا و آدما مثلا بخوان که سرزمین مادریشون رو میخوان پس بگیرن، مثلا از این جور مسائل. یا مثلا ما ممکنه که ببینیم که آدما خیلی ملی‌گراتر میشن، خیلی وطن پرست‌تر میشن، خیلی بیشتر سرزمینشون براشون مهم میشه و از اون ور مثلا میبینیم که کسایی که به هر حال پناهنده بودن، کسایی که به هر حال سرزمین مادریشون رو رها کرده بودن و یه جوری شاید دولت ها بهشون بی‌توجهی کرده بودن، این زمانیه که خب این افراد یک مقدار بیشتر مورد توجه قرار میگیرن، بیشتر بهشون پرداخته میشه و میتونن احساس بودن در خونه رو توی کشورهای دیگه حس بکنن. و میگم دیگه واقعا یعنی ما قرار احساس تعلق رو داشته باشیم، ولی این احساس تعلق هیچ ربطی به اینکه کجا داریم زندگی میکنیم نداره، هیچ ربطی به مرزها نداره. از اونجایی که دوستان انرژی کنسر انرژی ریشه هم هستش، اگر به هر حال ما مشکلاتی رو توی قسمت رحم داشته باشیم، مشکلاتی رو توی سینه هامون داشته باشیم، اینها شروع میکنن به درمان شدن و مشخص شدن و درمان میشن. ما میبینیم در سطح جمعی آدما دارن روی چاکرای روتشون کار میکنن، روی رحمشون کار میکنن و میخوان رحمشون رو درمان بکنن، زخمای رحم مادر رو میخوان درمان بکنن. و حالا توی بحث سلامت بانوان، سلامت سینه بانوان ما میتونیم پیشرفت‌های خیلی زیادی ببینیم. کنسر انرژی هستش که خب به هر حال چون انرژی مادر رو داره، آرکیتایپ مادر رو داره، در واقع نشون میده که ما توی این زمان به هر حال قرار اون با اسکوئری که با ساترن ریز داره، به هر حال جوپیتر نشون میده که ما اون کنترل مردانه، اون خشونت مردانه، اون محدودیتی که انرژی مردانه برای ما به وجود آورده بود، اون انرژی یک مقدار کم میشه، از بین میره و چیزی که میاد توی سطح، چیزی که توی این زمان دیده میشه، چیزی که توی این زمان قدرت میگیره و بیشتر از همیشه نشون داده میشه، در واقع اون آگاهی زنانگی هستش، اون انرژی دانش زن هستش. و یه جوری ما میبینیم که اون انرژی زنانگی، اون انرژی مادرانه، اون انرژی احساسات، اون آگاهی که توی بدن احساسی وجود داره، این چیزها هستن که قدرت میگیرن و ما ممکنه که به هر حال میگم رهبرهایی رو ببینیم که شاید اصلا از زنها باشن، رهبرهایی رو ببینیم که احساسات زنانه بیشتری تو وجودشون دارن، یعنی همدردی بیشتری دارن، مهربانی بیشتری دارن، احساس مادرانه تو وجودشون دارن و واقعا اهمیت میدن به ریشهشون، به خانواده‌شون. فکر نکنید حالا مثلا اینجوری میشه انرژی که زنها میان توی قدرت، میتونه اون شکلی هم بشه که زنها بیان توی قدرت، ولی آدم‌هایی تو این زمان دیده میشن، آدم‌هایی تو این زمان قدرت میگیرن، آدم‌هایی تو این زمان میان توی چشم و حتی شاید فراوانی رو تجربه بکنن. آدمایی هستن که خیلی بیشتر اصلا هیچ ربطی به جنسیت هم نداره، ولی آدمایی هستن که تو وجودشون عشق بی قید و شرطه، آگاهی احساسی هستش، یعنی اون آدم به احساساتش آگاهه، اون آدم آدمیه که اون بلوغ احساسی رو پیدا کرده. در این حال ما میبینیم که اون سیستم هایی که به هیچ وجه احساسات رو درک نمیکنن، هیچ درکی از احساسات ندارن و اصلا احساسات رو در نظر نمیگیرن، اون سیستم ها از بین میرن، به خاطر اینکه این نتیجه گیری گرفته میشه که احساسات خیلی خیلی مهم هستن و خیلی خیلی توی زندگی ما تاثیرگذار، پس باید بهشون توجه بشه. چیز خوبی هم که وجود داره، به هر حال جوپیتر کنسر همیشه برای مادران خیلی انرژی خوبی بوده. ما میتونیم ببینیم که به هر حال برای زنان حامل، مادران، زنان شیرده، زنها این انرژی خیلی ساپورتیو، حمایت کننده است. برای بچه‌ها خیلی خوبه، برای آموزش بچه‌ها، آموزشایی که به خانواده‌ها داده بشه، امنیت غذا، امنیت محل زندگی. یعنی اینجوری هستش که یه جورایی دنیا و جهان هستی و مردم دنیا میبینن که مثلا نباید مثلا بچه‌ها گرسنگی بکشن یا مادران سختی بکشن و بیشتر مثلا این امنیت غذایی اینا مورد توجه قرار میگیره و خیلی بهش پرداخته میشه، خیلی بهتر میشه اوضاع از این لحاظ. اینجوریه که خب به هر حال جوپیتر زمانی که میاد توی کنسر، جوپیتر از اونجایی که سیاره به هر حال رشد و ثروت هم هستش،
یه جوری میتونم بهتون بگم بازارها و بازارهای مالی و کلا امنیت ما خیلی وابسته به احساسات ما میشه. یعنی چی؟ یعنی بازارهای مالی دقیقاً میاد پاسخ میده به ریاکشن های احساسی جمعی. یعنی اگر جمعیت و مردم هر احساسی داشته باشن، بازارها به اون احساسات پاسخ میدن. یعنی اگر به صورت جمعی یهو شما بترسید احساس ناامنی بکنید، ممکنه بازار یهو کلاپس کنه، بریزه پایین و یهو بازار مثلا رکود پیدا کنه، یعنی که مثلا بازار خراب شه. ولی اگر شما احساس امنیت درونی داشته باشید، یعنی به صورت جمعی جمعیت حال خوبی داشته باشه، احساس امنیت داشته باشه، بازار اون احساس امنیت رو به شما نشون میدن. یعنی اینکه اینجوریه که شما متوجه میشید که بازارهای مالی به احساسات شما پاسخ میدن. احساسات شما هر چی که باشه، بازارها به همون پاسخ میدن. پس رو احساساتتون و رو امنیت درونیتون کار کنید. اگر که میخواهید از لحاظهای مالی هم امنیت رو حس کنید، کاملا باید برگردید سراغ امنیت درونیتون. در کل اینجوریه که خب مثلا اگر یهویی جمعیت بترسه یا پنیک بکنه، خب مشخصا تاثیر منفی میذاره. ولی خب باز شما نباید پنیک بیشتر بکنید، باید صبر کنید. خب باید صبر کنید که مثلا دوباره جمعیت بتونه مثلا اون امنیت درونی رو پیدا کنه و مشخصا بازارها دوباره بهش پاسخ میدن. و کلا دوستان مسائل مالی، خب بازارهای مالی که کلا چیزای مالی که خیلی بستگی به احساسات جمعی دارن. خب یعنی شما اگر بخواید مارکت رو نگاه کنید، بازارهای مالی رو نگاه کنید، یه سری از دارایی‌ها و یه سری از مسائل اقتصادی هستن که کاملا تحت تاثیر احساسات جمعیت بالا پایین میشن. اونا هستن که به حال خیلی مورد توجه قرار میگیرن، میتونن رشد داشته باشن. یعنی باز بین بازارها و بین اقتصاد کشورها اون چیزایی که تا الان وابسته به احساسات جمعی بودن، با احساسات جمعی بالا پایین می شدن، اونها میتونن رشد کنن و میتونن پاسخهای خیلی بزرگتری بدن. که خب به هر حال مثلا شما اگر دقت بکنین، معمولا خونه، محل زندگی، زمین، حالا چه از لحاظ بازارهای دیجیتال، میم کوین ها، اینها چیزایی هستن که خیلی به احساسات جمعی به هر حال پاسخ میدن و اینا چیزایی هم هستن که تو این جوپیتر کنسر خیلی مورد توجه قرار میگیرن و حالا خیلی تحت تاثیر احساسات بالا پایین میشن و خیلی باید تو این زمان شما اگر دارید تو اینجور مسائل سرمایه گذاری میکنید آگاه باشید به این که با چه احساسی دارید این کار رو انجام میدید، با احساس ترس یا اثر امنیت و برای رشده. اینجوریه به خاطر اینکه وقتی جوپیتر میاد توی کنسر، شما اگه به احساساتتون توجه کنید و تصمیماتی که میگیرید و بر اساس حس شیشتون بگیرید، اون تصمیمات میتونه خیلی درست تر باشه تا تصمیماتی که میاد تکنیکال میگیرید، تصمیماتی که میاد با منطقتون میگیرید، تصمیماتی که میاد حالا مثلا حدس میزنید، میگید که حالا مثلا لحاظ تکنیکی باید قاعدتا اینجوری بشه. خب ولی اون میبینید که نه، اصلا بازار یه چیز کاملا متفاوتی رو بهتون نشون داد. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه بازار رو داره به احساسات شما پاسخ میده. پس جمعیت هر احساسی داره، بازار رو به اون پاسخ میده. و مسئله که وجود داره، به هر حال ما از اونجایی که انرژی کنسر انرژی بخشندگی هستش، انرژی حالا مادرانه هستش و اینا، به هر حال مثلا ما می‌بینیم تو این زمان به هر حال از لحاظ ثروت و مارکت و این چیزا بخوایم نگاه بکنیم، مثلا ما می‌بینیم که آدما بیشتر ترجیح میدن که سرمایه‌گذاریاشون حول محور خانواده باشه، با خانواده باشه، با افرادی که خانواده میدونن باشه. آدما ممکنه که سرمایه‌گذاریاشون روی خونه باشه، روی محل زندگی باشه و فکر کنن که باید مثلا روی اینجور چیزا سرمایه‌گذاری بکنن. یا اینکه مثلا ما می‌بینیم که حالا جاهایی که خیریه هستن، آدمایی که توی خیریه کار میکنن، سازمان‌هایی که یه جوری خیریه دارن و سهام دارن، اونجور سازمان‌ها هستن که خیلی مورد توجه قرار میگیرن. کلاً شما میبینید پروژه هایی که بر اساس کارهای خیر هستن، بر اساس مثلا کمک به زنها، بچه‌ها، این چیزا هستن، این پروژه ها خیلی امسال میتونه براشون خوب باشه، خیلی براشون عالیه. و دارم بهتون میگم این به این معنی نیستش که شما الان پاشید برید مثلا روی اینجور چیزا سرمایه گذاری بکنید. نه، اصلا این زمانیه که تمام اقتصاد دنیا به احساسات شما پاسخ میده. خب یعنی اینجوری که شما اگر احساس امنیت درونی داشته باشید، انتخاب هاتون و تصمیمات مالیتون به خوبی انجام میشن. ولی اگر شما احساس ترس داشته باشید و از سر حالا طمعتون، از سر ترستونه که دارید یه سری تصمیمات رو میگیرید، یه سری انتخاب ها رو میکنید، یه سری سرمایه گذاری ها رو از سر طمع میکنید، از سر ترس اینکه نکنید جا بمونید، از سر ترس اینکه نکنید شکست بخورید، دنیا و جهان هستی به اون ارتعاش شما پاسخ میده. پس نمیتونه اون سرمایه گذاری خوبی باشه. گفتم به احساساتتون توجه کنید. اگر از انجام دادن کاری احساس مثبت میگیرید، انجامش بدید. اگر احساس منفی میگیرید، انجامش ندید. و خب این میتونه به معنی باشه که خب اگر آدمایی هم در زندگیشون مثلا رفتن سراغ
سرمایه‌گذاری مثلا روی خونه و نمیدونم املاک فقط برای اینکه حرص و طمع داشتن و این مسائل، میتونه اصلا برای اون آدما رکود بیاره این ماجرا. بستگی به این داره که شما با چه نگاهی تو زندگیتون دارید، با چه احساسی شما تو زندگیتون دارید سرمایه‌گذاری میکنید. جوپیتر کنسر فقط احساس هستش و یه جورایی فکر کنید اقتصاد دنیا به سمت امن‌تر شدن میره. ولی اگر مثلا ترس جمعی زیادی وجود داشته باشه، ابتدا اون ترس جمعی باید رها بشه، اون ساختار باید از بین بره تا یک ساختار جدید ساخته بشه. شما میبینید که این به هر حال روانشناسی هایی که حول محور این هستن که به هر حال ترس بیشتری رو به آدما منتقل میکنن و بر پایه محدودیتن، این روانشناسی ها هستن که خوشبختانه از بین میرن و دیگه مردم آگاه میشن و بهشون توجه نمیکنن. که دوستان کنسر انرژی احساسات هستش. خب شما ممکنه که مثلا ببینید که حالا آدمایی که بیزنسایی رو دارن که حول محور هنر، غذاست، مراقبت هاست، حالا مثلا مراقبت از خونه، مراقبت از فرزند، مراقبت از زنها، مراقبت از امنیت، کلا بیزنس‌های مراقبتی، بیزنس‌هایی که حول محور درمان هستن، تمام بیزنس‌های درمانی، بیزنس‌هایی که به شما کمک می‌کنن شما حال روحی بهتری داشته باشید، حال درون بهتری داشته باشید، درمان‌های معنوی، این بیزنس‌ها هستن که به شدت رشد می‌کنن و به شدت موفق میشن و به شدت براشون خوبه. آدمایی که به حال از حس شیششون استفاده میکنن، آدمای آگاه، آدمای اسپریچوال، این بیزنس ها هستن که یک مقدار بیشتر میشن، ما بیشتر میبینیمشون، موفق تر میشن. ولی دوستان ببینید در کل من یه پیشنهادی بهتون بکنم و یک نصیحتی رو اگه من بخوام بهتون بکنم اینه که توی این زمان سرمایه گذاری نکنید از سر ترس و نداری و نگه ندارید سرمایه هاتون رو به خاطر ترس از نداری و کلا هیچ تصمیمی رو بر اساس ترس از نداری و نداشتن و کم شدن و از دست دادن انجام ندید. خب از سر این که میگم طمع بکنید، بخواید چیزی رو نگه دارید، چیزی رو بفروشید، اصلا بر اساس این احساسات هیچ کاری رو انجام ندید. در واقع چیزی رو تو این زمان انتخاب بکنید که تمام وجودتون داره داد میزنه، اون چیزی که عمیقاً به شما حس امنیت میده، اون چیزی که احساسات شما رو شکوفا میکنه، اون چیزی که حس لذت و حس امنیت رو تو وجود شما میاره، اون چیزی که وقتی بهش فکر میکنید خودتون اون حس امنیت درونیه رو احساس میکنید، نه چیزی که جامعه داره به شما میگه، نه چیزی که اطرافیانتون دارن بهتون میگن، یعنی به اون جوی که جامعه بهتون میده، به اون جوی که بقیه بهتون میدن که باعث میشن بدید یه چیزی رو بخرید، یه چیزی رو نگه دارید، یه چیزی رو روش سرمایه گذاری بکنید. به خاطر جوی که بقیه بهتون دادن این کارو نکنید. برید سرمایه گذاری کنید روی چیزی که عمیقاً به شما حس امنیت میده. باید بدونید که اقتصاد ما مثل یک سیستم عصبی عمل میکنه. خب تنها چیزی که لازم شما انجام بدید اینه که احساساتتون رو تنظیم کنید، احساساتتون رو متعادل بکنید و با یک احساس متعادل با اون اقتصاد عمل بکنید. خب و اینو بدونید که تو این زمانی که جوپیتر میاد توی کنسر، پول تبدیل میشه به یک آینه، امنیت تبدیل میشه به یک آینه. هر احساسی رو که به بقیه بدید، هر احساسی رو که از خودتون نشون بدید، پول و اقتصاد به اون پاسخ میده و میتونید اون پول رو دریافت کنید. اگر احساس مثبتی بدید اون بیرون، پول دریافت میکنید. اگر احساس منفی اون بیرون قرار بدید، خب محدودیت رو دریافت میکنید و اون منفی بهتون برمیگرده دیگه قاعدتاً. در مورد دوستان از اونجایی که کنسر انرژی سلامت هم هستش، خب به هر حال جوپیتر کنسر میاد به شما میگه که ببین تو نمیتونی احساس سلامت بکنی زمانی که احساساتتو سرکوب میکنی. خب یعنی جوپیتر کنسر میاد به ما نشون میده که سلامت از بین رفتن یا نبود بیماری نیستش. سلامت در واقع نشون دهنده همراستایی ما با خودمونه. خب ما با خود واقعیمونه. اگر ما آدمی هستیم که احساسات زیادی تو وجودمون داریم که ازشون بیخبریم، مثل احساس گناه، مثل ترس، مثل شرم، مثل خشم و خیلی سرکوب شده هستن این احساسات، خب نمیتونی انتظار داشته باشی که بدن سالمی هم داشته باشی و مشخصا میتونه این به شکل یک بیماری تو بدن تو خودش رو نشون بده. اگر میخوای تو این زمان بدنت رو درمان بکنی، اگر میخوای تو این زمان سالم باشی، احساسات درونیتون رو ارزشمند بدونید. این زمانی که باید به اونا توجه کنید، این زمانی که باید اونا رو بیاری تو اولویتتون، احساسات رو بکشید بیرون، بهشون آگاه بشید. دوستان به ترساتون آگاه بشید، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. خب اگر مثلا ما آدمایی باشیم که به احساساتمون دقت نکنیم، اگر ما آدمایی باشیم که اونا رو ارزشمند ندونیم، بهشون توجه نکنیم، اونا رو بهشون آگاه نشیم، نپذیریمشون، میتونه در سطح جمعی اینجوری خودشون نشون بده توی بحث سلامت که ما میبینیم اضطراب بیشتری در سطح جمعی میبینیم، بیخوابی های زیادی رو توی آدما میبینیم. از اونجایی که کنسر میتونه به حال انرژی شکم هم باشه، میتونیم مشکلات معده رو ببینیم، مشکلات شکمی رو ببینیم. زمانیه که اگر شما هر مشکلی تو سلامتتون براتون اومد بالا، خب
مخصوصا تو قسمت شکمیتون، قفسه سینه‌تون، این مسائل. اینو بدونید که دوستان که این درد نیست که مشکل شماست، این بیماری نیست که مشکل شماست، سرکوب احساساتتونه که باعث به وجود اومدن این بیماری شده. برید اون احساس رو پیداش کنید، بهش آگاه شید، رهاش کنید. اون بیماری باید شما رو رها کنه. مسئله دیگه که وجود داره دوستان، کنسر، گفتم انرژی ریشه ما و اجداد ما هستش. خب و زمانی که شما دارید خودتون رو درمان میکنید، زمانی که شما دارید احساسات سرکوب شدهتون رو درمان میکنید، شاید فکر کنید که این احساسات از خودتون هستن. خب ولی از اونجایی که کنسر انرژی گذشته هستش و خاطرات ما رو نشون میده و کلا مموری رو نشون میده، انرژی کنسر همیشه نشون دهنده مموریه و این انرژی به شما نشون میده که شما الان تو وجودتون یه چیزی رو درمان میکنید. خب ولی این در واقع زخم مادر شما، مادر شما، مادر شما، مادر شما بوده و در واقع شما یک زخم اجدادی رو دارید درمان میکنید. این چیزی بوده که توی مموری اجدادی شما قرار داره. این چیزی بوده که شما یه زخم جمعی رو درمان میکنید، یه زخم اجدادی رو درمان میکنید تو این زمان که رهاش میکنید، که خیلی میتونه عالی باشه. و اینو بدونید که کلا انرژی کنسر اینجوریه که میگه ببین تو نمیتونی با کنترل کردن بدنت و با درگیر شدن با بدنت اون رو درمانش کنی. خب اتفاقا انرژی کنسر به تو نشون میده که تو با دادن چیزی که بدنت بیشتر از همه نیازش داره، تو با توجه به بدنت، تو با مراقبت از بدنت، تو با عشق دادن به بدنت، تو با پذیرش بدنت، تو با پذیرش خاطراتی که تو بدنته، تو با پذیرش غم و غصه ها و ناراحتی هایی که تو وجودته، تو با پذیرش همه اوناست که میتونی خودتو درمان کنی. تو با دادن اون چیزی که بدنت همیشه نیازش داشته به بدنته که اون رو درمان میکنی. اگر بدنتو دوست داشته که احساس امنیت بکنه، اگر بدنتو همیشه میخواسته احساس خوشحالی بکنه، اگر بدنتو کمبود خوشحالی رو تو وجودش داره حس میکنه، اون رو به بدنت بده تا بتونی درمان پیدا کنی که میتونه عالی باشه. یکی از چیزهای دیگه هم که دوستان به سلامت ما تو این زمان کمک میکنه، خب کنسر انرژی غذا هم هست. خب وقتی جوپیتر میاد تو کنسر، این زمانیه که ما ممکن در سطح جمعی هم ببینیم که حالا به هر حال آدما بیشتر سعی میکنن تو خونه غذا درست کنن، بیشتر تو جمعای خانوادگیشون غذا میخورن، دور هم غذا میخورن. حالا یا اینکه به هر حال میگم جوپیتر کنسر میتونه به این معنی باشه که آدما بیشتر تمایل پیدا میکنن به غذاهایی که از سرزمین مادریشون هستش. حالا آدما بیشتر احساسی میرن غذا میخورن، یعنی ممکنه طرف مثلا آدما حس استرس بکنن، برن پرخوری عصبی بکنن، حالا ممکنه حس غذا خوردن نداشته باشن، غذا نخورن، یعنی دیگه نمیان به فکر کنن که اوکی ما با صبحانه نهار شام بخوریم، بیشتر احساسی میرن سراغ غذا خوردن. این چیزا میتونه به وجود بیاره. و اینکه دوستان کلا جوپیتر کنسر یه چیز دیگه هم که میاره اینه که خب ما میبینیم که به هر حال سیستم هایی که با بدن مثل ماشین رفتار میکردن، خب یعنی اینجوری بودن که خب مثلا مثل یه ماشین که مثلا میگن روغنش کمه، نمیدونم بنزینش کمه، نمیدونم فلان چیزش قدیمی شده، برو اینو عوض کن، اینو جابجا کن، این سیستم ها از هم میپاشن. سیستم هایی که با بدن مثل ماشین رفتار میکنن از هم میپاشن. احساسات بدن رو نادیده میگیرن، از هم میپاشن. بیشتر آدما هم هستن که متوجه میشن باید به احساساتشون توجه کنن و کشیده میشن به سمت حالا اون مؤسسه ها و سیستم هایی که بیشتر سعی میکنن درمان رو از لحاظ احساسی انجام بدن، اون بدن احساسی رو درمان بکنن. انرژی جوپیتر کنسر به شما میگه که شما لازم نیست بدوید برید دنبال اینکه بخواید خودتون رو درمان کنید، نباید دنبال درمان کردن خودتون باشید، نباید دنبال درمان خاصی باشید، بلکه فقط باید فرار نکنید از احساساتتون. یعنی به جای دنبال کردن یک درمان بایستید و فرار نکنید از احساسات درونیتون و اونا رو کاملا حس کنید تا اون بیماری شما رو رها کنه. به بدنتون گوش بدید. بدن ما داره یک آگاهیه و ما باید به آگاهی بدنمون گوش بدیم و ببینیم که چه پیامی برای ما داره. به هر حال هیچ چیزی در کره زمین و توی دنیای اطراف ما اتفاقی نیستش. حالا کنسر در کل همون انرژی کنسر هستش، یعنی بیماری کنسر، بیماری سرطان، و این اسم اتفاقی بهش داده نشده. زمانی که ما جوپیتر وارد نشان کنسر میشه دوستان، شما باید آگاه بشید که بیماری کنسر از اونجایی که نشان کنسر یعنی نشان خرچنگ، نشان سرطان، نشانی هستش که حاوی مموریه، حاوی خاطرات هستش و این مموری نگه میداره احساساتی که هیچ وقت پذیرفته نشدن، احساس نشدن، احساساتی که سرکوب شدن، زخمای اجدادی رو نگه میداره تو وجود خودش، درد کودک درون رو تو وجود خودش نگه میداره و یه جوری از اونجایی که انرژی کنسر یک انرژی زنانه هستش دیگه، یک انرژی دریافت کننده هستش، اینا همه رو جذب میکنه، اینا همه رو تو خودش نگه میداره و در واقع انرژی کنسر و بیماری کنسر از اون خشم فروخفته است، از اون درد فروخفته است، از اون غم فروخفته است که نشأت میگیره و این جوپیتر کنسر به ما کمک میکنه ما آگاه بشیم به اون احساسات سرکوب شده
و با شناخت اونها و با ابراز اونها و با رها کردن اونها ما میتونیم خیلی خیلی پیشرفت خوبی رو توی بیماری سرطان ببینیم. ما میتونیم درمانهای زیادی رو در مورد بیماری سرطان پیدا کنیم، حالا چه در بحث پزشکی و کلا علمیش هم ما ممکنه بتونیم درمان بیماری کنسر رو پیدا کنیم و اون هم به خاطر اینه که شاید پزشکان ما شروع میکنن توجه کردن به اون خاطراتی که هر سلول میتونه خودش نگه داره، با در نظر گرفتن احساسات آدم ها، با در نظر گرفتن اون انرژی دریافت کننده و زنانگی بدن انسان بتونن درمان بیماری کنسر رو پیدا کنن و ما میتونیم پیشرفت‌های خیلی خوبی رو توی بیماری کنسر ببینیم و ببینیم که خیلی ها درمان میشن با این انرژی. در واقع شما توی این زمان باید بدونید که بیماری هم اگر تو وجود شما ظاهر میشه، اون بیماری فقط نشون دهنده احساسات سرکوب شده و پروسس نشده شما هستش و درمان اون بیماری هم به این معنی نیستش که شما باید برید به جنگ اون بیماری. درمان اون بیماری به این معنی که شما باید شروع کنید شنیدن صدای بدنتون، گوش کردن به اون، پذیرشش و دادن چیزی که عمیقاً از شما میخواد، هدیه دادن چیزی که از شما میخواد، توجه به بدنتون، مراقبت ازش، عشق دادن بهش، نیازش رو برطرف کردن. خب دوستان، اینم از انرژی کلی جوپیتر در نشان کنسر بودش. امیدوارم این مطلب براتون مفید و آگاهی دهنده بوده باشه. برید که این ویدیو رو برای نشانهای خودتون ببینید. شما میتونید این ویدیو رو برای نشان ماه، خورشید و رایزینگتون ببینید. خب برای اریز و اریز رایزینگ شما جوپیتر وارد نشان کنسر خونه 4 میشه. جوپیتر فرمانروای نشان ساجیتاریوس خونه 9 و همینطور فرمانروای خونه 12 شما نشان پایسیس هستش. زمانی که جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 4 شما میتونه به این معنی باشه که شما سفر میرید، مهاجرت میکنید، خونتون رو وارد یک کشور دیگه، یک شهر دیگه میکنید. این میتونه به این معنی باشه که شما وارد یک خونه جدید میشید، وارد یک خونه بزرگتر میشید، وارد خونه خودتون میشید، خونه خودتون رو خریداری میکنید. میتونه به این معنی باشه که شما یه خونه خیلی امن میسازید، یک خونه‌ای که به شدت براتون آرامش بخشه، بزرگه، توش احساس میکنید که دارید رشد میکنید، خودتون رو بیشتر میشناسید. جوپیتر تو خونه 4 میتونه نشون بده که شما به درونتون بیشتر آگاه میشید، حال درونتون بهتر میشه، خیلی خیلی بیشتر رو خودتون کار میکنید. از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه 12 تون هستش میتونه نشون بده که شما از لحاظ معنوی روی خودتون کار میکنید، خیلی از باورهای گذشته‌تون رو رها میکنید و باورهای معنوی جدیدی رو میپذیرید تو این زمان که بتونه احساس آرامش درونی بیشتری رو میدن. جوپیتر از اونجایی که فرمانروای خونه 9 هستش میتونه یه سری کارهای قانونی برای شما پیش بیاد، کار قانونی که میتونه به رشد شما کمک کنه. میتونه به معنی باشه شما یه سری کارا رو مربوط به ویزا انجام میدید، مربوط به پاسپورتتون انجام میدید، یعنی یه سری کارهای دادگاهی رو انجام میدید، یه سری کارهای مدارکی و قانونی رو حول محور خونه و زمین انجام میدید که میتونه براتون عالی باشه. این میتونه به معنی باشه که به هر حال این زمانی هم هستش که شاید خانواده شما هستن که میرن یه جای دیگه زندگی میکنن و شما با خانواده‌تون و خونه خودتون در رفت آمد هستید. این میتونه به معنی باشه که شما محیط خونه یه جایی میشه که توش میخواید رشد کنید و شروع میکنید یه سری فعالیت‌های رشد دهنده رو توی خونه انجام دادن. این میتونه به معنی باشه که شروع میکنید تو خونه‌تون آشپزی کردن، خونه گرمی رو به وجود آوردن و یک فضای امن و راحتی رو برای خودتون به وجود آوردن که بتونید توش رشد کنید که براتون عالیه. ریز ولی خب از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه 9 تونم ازش شما تو خونه شروع می‌کنید یه سری فعالیت‌هایی رو انجام دادن که آگاهی دهنده هستن، آموزش دادن. به هر حال نشان ساجیتاریوس نشان آموزشه، میتونه نشون بده که شما شروع می‌کنید به آموزش از توی خونه، یعنی که شروع می‌کنید به هر حال یه سری چیزا رو انتشار دادن، یه سری چیزا رو نوشتن تو خونه انتشار دادن، یه سری چیزا رو به هر حال نشون دادن که میتونه براتون عالی باشه. خب برای تارس و تارس رایزینگ جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 3 شما نشان کنسر و توی سکستایل با نشان شما هستش. جوپیتر فرمانروای خونه 8 شما و خونه 11 شما هستش. خب زمانی که جوپیتر فرمانروای خونه 8 شما هستش ولی ورود میکنه تو خونه 3 شما، نشون میده که این زمانی شما ممکنه که حالا ابتدا میتونه به این معنی باشه که شما یه سری پولهای مشترک رو دریافت میکنید. ممکنه که شروع میکنید مثلا یه سری سرمایه‌گذاری مشترک انجام دادن با خواهر برادرتون، با اونا همکاری کردن و شاید به این معنی که شما شروع میکنید با آدمای جدیدی ارتباط گرفتن، گروه‌های آدم‌های جدیدی رو شناختن و با اونا ارتباط گرفتن و شروع به درآمدزایی میکنید از این آدم‌ها و شروع میکنید از موقعیت مالی اون آدم‌ها استفاده کردن. از اونجایی که جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 3 شما و خونه 3 میتونه خونه استعدادهای دستی شما باشه، میتونه نشون دهنده سوشال مدیا باشه، کانال یوتیوب باشه، میتونه پادکست باشه، ویدیو باشه، میتونه نشون بده که این زمانی شما ممکنه یک پلتفرم جدید رو توش عضو بشید و از اون طریق شروع کنید با آدمای جدیدی ارتباط گرفتن که باعث میشه که شما بتونید آگاهیتون رو با آدم‌های دیگه به اشتراک بذارید، حالا بنویسید، پادکست درست کنید، صحبت کنید، ویدیو درست کنید، به حال یه چیزی رو آموزش بدید.
وقتی جوپیتر میاد خونه سوم شما نشون میده که شما ارتباطاتتون خیلی قوی میشن تو این زمان. آدما دوست دارن صحبت‌های شما رو بشنون، آدما دوست دارن از آگاهی شما استفاده بکنن، ذهن شما خیلی باز میشه، صحبت‌های شما خیلی خیلی رشد دهنده میشه. یعنی شما بدون اینکه متوجه باشید بهترین صحبت‌ها رو به زبون میارید، بهترین آگاهی رو به آدم‌ها میدید، خیلی میتونید به رشدشون کمک کنید و در نتیجه آدما دوست دارن بشنون و این زمانیه که بهتره شما مثلا ورود کنید به یکی از این پلتفرم‌های اجتماعی و شروع کنید افکارتون رو با آدمای دیگه به اشتراک گذاشتن، احساساتتون رو به اشتراک گذاشتن که میتونه براتون عالی باشه و میتونه براتون درآمدهای خوبی داشته باشه. جوپیتر وقتی ترانزیت میکنه خونه سومتون میتونه به این معنی باشه که شما لپتاپ، گوشی، موبایل جدید میخرید. میتونه به این معنی باشه که شما از یه سری سرمایه‌گذاری هاتون یا درآمدهاتون یا یه سری از یک سری سرمایه‌گذاری هاتون یا پول‌هایی که به هر حال سرمایه‌گذاری کردید جمع کردید یا پولای مشترکتون با آدمای دیگه ماشین خریداری میکنید، یه ماشین خیلی خوب خریداری میکنید که میتونه براتون عالی باشه. این میتونه به این معنی باشه که شما مثلا یه همسایه خوب پیدا میکنید تو این زمان، با همسایگانتون بیشتر ارتباط میگیرید، با خواهر برادرتون بیشتر ارتباط میگیرید، رابطتون خوب میشه. میتونه به این معنی باشه که یه سفر میرید یا سفر زیاد میرید امسال. میتونه به این معنی باشه که به یکی از کشورهای همسایه مهاجرت میکنید. میتونه به این معنی باشه که شما مثلا ممکنه که حالا هی در رفت آمد باشید، هی سفر کنید، هی بیایید، هی برید. مثلا این مسئله میتونه براتون به وجود بیاره، ولی خب این نشون دهنده همکاری شما با دوستانتون و خواهر برادرتون هستش و حتی نشون دهنده اتفاقات خیلی مثبتی هستش که تو همسایگیتون میفته، تو محلتون میفته، آدمایی که باشون ارتباط میگیرید. نشون میده ارتباطتون با دوستاتون خیلی صمیمیت‌تر میشه، ارتباطتون با خواهر برادرتون خیلی صمیمیت‌تر میشه، خیلی با هم دیگه یکی‌تر میشید. و میتونه به این معنی باشه که شما یه سری کارهای مالی مربوط به پول مشترکتون با آدم‌های دیگه رو به صورت قراردادی، به صورت نوشته، به صورت این چیزا باید یه سری کارا رو انجام بدید، یه سری چیزا رو امضا کنید، یه سری قراردادا رو بنویسید، امضا کنید برای اینکه بتونید مثلا مسائل مالیتون رو رشد بدید یا درستشون کنید. ولی خب جوپیتر خونه سوم میتونه ذهن شما رو به شدت مثبت کنه، ذهن شما رو به شدت باز کنه، میتونه باعث بشه که شما بتونید خودتون رو بهتر بشناسید، خودتون رو درمان کنید و به سمت اهداف بلند مدتتون قدم بردارید. حاضر بشید که صداتون رو به گوش آدمای دیگه برسونید، خودتون رو نشون بدید. این چیزا رو به وجود میاره که عالیه براتون. برای جمینای و جمینای رایزینگ جوپیتر ترانزیت میکنه خونه دوم شما، نشان کنسر، و جوپیتر فرمانروای خونه دهم شما و همینطور خونه هفتمتون هستش. زمانی که جوپیتر ترانزیت میکنه خونه دوم شما، خب جوپیتر باعث میشه که شما خیلی رشد خیلی زیادی رو توی مسائل مالیتون میبینید، رشد خیلی زیادی رو توی درآمدتون میبینید، شما یک رشد خیلی زیاد رو توی ارزشی که برای خودتون قائل هستید، اعتماد به نفستون میبینید. متوجه میشید که خیلی اعتماد به نفس بیشتری دارید، خیلی خیلی زیاد یه جورایی خودتون رو ارزشمندتر میبینید و واقعا احساس ارزشمندی درونی میکنید. جوپیتر فرمانروای خونه دهمتون هستش، نشون میده نقش شما تو جامعه تغییر میکنه، شما وارد یک نقش جدید میشید. این زمانی که شما ممکنه مسئولیتاتون تو جامعه زیاد بشه، یک نقش مدیر بگیرید یا اینکه مثلا یک نقش قدرتمند تو جامعه پیدا بکنید. به هر حال و از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه هفتم شما هم هستش، میتونه نشون بده که شما به هر حال این درآمدهاتون از کارتون دریافت میکنید یا از طریق پارتنرتون، همسرتون، کسی که باش در شراکت هستید. از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه هفتمتون هستش، نشون میده که نقش شما عوض میشه و ارتباط شما با آدم‌ها عوض میشه و شما وارد یک سری ارتباط‌های متحد میشید، وارد یک سری قراردادهای متحد میشید که میتونه به هر حال درآمدهای شما رو زیادتر بکنه و در این حال خرج و مخارج شما رو زیاد میکنه. چون خونه دوم اینجوریه که هم درآمد رو نشون میده، هم مخارج شما رو نشون میده. حالا هزینه‌ای که شما برای زندگیتون انجام میدید، هزینه‌ای که کلا انجام میدید خیلی تو این زمان زیاد میشه و پول زیادی رو خرج میکنید و در این حال از لحاظ مالی حمایت میشید، ساپورت میشید و پول‌های زیادی رو دریافت میکنید، چه از طریق کارتون، چه از طریق روابطتون. و از اونجایی که خونه دوم شما کنسر هستش، نشون میده که اوضاع مالی شما جمینای ها خیلی خیلی زیاد بستگی به این داره که چه حسی توی درونتون دارید. اگر شما احساس ناامنی درونی دارید، خب مشخصا اوضاع مالی شما به خوبی پیش نمیره و این زمانی هستش که شما باید بدونید که رابطه شما با پول کاملا ارتباط مستقیم داره با احساساتی که تو وجودتون هستش. پس این زمانی هستش که شما احساسات امنیت درونی بیشتری میکنید، احساس بهتری به خودتون پیدا میکنید، احساستون مثبت‌تر میشه، در نتیجه درآمداتون هم بیشتر میشه. و این زمانی هستش که شما به حس شیشتون اعتماد میکنید، به استعداداتون اعتماد میکنید، به خودتون اعتماد میکنید و به این دلیل هم هستش که شما جایگاه جدیدی تو دنیا پیدا میکنید، شناخته میشید، دیده میشید، آدما دوست دارن که از استعداداتون استفاده بکنن، درخواست خواهید داشت و درآمدهای خیلی زیادی خواهید داشت و خب روحیتون هم خیلی مثبت‌تر میشه. خونه دوم کلا خونه دارایی ها هستش، نشون میده دارایی زیادی رو تو این زمان دریافت میکنید. حالا میتونه دارایی باشه، لباس باشه، میتونه هر چیزی باشه. میتونه به معنی باشه که خب از اونجایی که حال درونی بهتری دارید، خب میتونه نشون دهنده تمایل بیشتری هم باشه که نسبت به خوردن غذاهای سالم دارید و این زمانی که کلا غذای سالم تری میخورید، غذای بهتری میخورید و با حال بهتری غذا میخورید که خب میتونه براتون عالی باشه.
جمنای و اعتماد به نفستون میره بالا و اوضاع مالیتون هم خیلی بهتر میشه و شروع به درآمدزایی میکنید و حالا اگر درآمدزایی ندارید شروع به درآمدزایی میکنید، اگر درآمدزایی دارید درآمدتون زیادتر میشه، پول بیشتری رو دریافت میکنید از کارتون و حالا از روابطتون که میتونه خیلی خوب باشه براتون جمنای. و البته میتونه به این معنی باشه که حالا پارتنر شما از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه هفتم شما هم هستش، پارتنر شما شروع میکنه شما رو حمایت کردن و این نشون دهنده ثروتی هم هستش که پارتنر شما بهش میرسه و ثروتی هم هستش که شما دریافت میکنید و این نشون دهنده اینه که خب مثلا کلا شما احساس میکنید که خانواده خودتون یک لول اپ کرده و ثروتمند شده که میتونه عالی باشه براتون. خب برای کنسر و کنسر رایزینگ خب شما نشانی هستید که جوپیتر داره وارد نشان شما میشه و خب تا 12 ماه آینده هم توی نشان شما میمونه، نشون میده امسال سال شانس شما هستش و خب جوپیتر میتونه حسابی زندگیتون رو پر از معجزه بکنه. جوپیتر توی نشان شما قرار داره، فرمانروای خونه ششمتون و نهمتون هستش. خب نشون میده جوپیتر میتونه برای شما توی زمان مسافرت بیاره، میتونه براتون مهاجرت بیاره، میتونه باعث بشه که مهاجرت کنید به یک کشور دیگه، به یک شهر دیگه. از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه ششمتون هستش میتونه به این معنی باشه که شما توی این زمان کار جدید رو دریافت میکنید، ممکنه که کار جدید بزنید، محل کارتون رو جدید بکنید، ممکنه حیوان خونگی جدید بیارید. و از اونجایی که جوپیتر کنسر خب میتونه سلامت باشه و فرمانروای خونه ششمتون هستش، نشون میده شما سلامتتون بهتر میشه. اگر مشکل سلامتی داشتید مشکل سلامتیتون بهبود پیدا میکنه. این زمانی که شما توی روتینتون شروع میکنید به سلامتتون رسیدن، سلامتتون رو بهتر کردن، حال درونتون رو خوب کردن. کلا جوپیتر وقتی میاد تو نشان شما حال شما رو بهتر میکنه، روحیه شما رو مثبت‌تر میکنه، باور مثبت‌تری بهتون میده، بهتون آگاهی میده و کمک میکنه که بتونید از آگاهیاتون استفاده بکنید، خودتون رو درمان بکنید. از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه نهمتون هستش میتونه شما رو در نقش استاد قرار بده، میتونه باعث بشه که شما تو این زمان کلی چیزای جدید یاد بگیرید، کلی آگاهی‌های جدید دریافت بکنید، فلسفه‌های جدید رو بشناسید. میتونه یک استاد معنوی جدید رو وارد زندگیتون بکنه، میتونه ارتباط شما رو با استاد معنویتون خیلی عمیق بکنه، میتونه یه آدم جذاب وارد زندگیتون بکنه. وقتی جوپیتر وارد نشان شما میشه شما میتونید این شانس رو داشته باشید که حالا بسته به اینکه چارتتون چجوری هستش ازدواج بکنید، بچه دار بشید، مهاجرت بکنید و کلا اعتماد به نفستون خیلی میره بالا، روحیتون خیلی مثبت میشه. خب وقتی روحیتون اینقدر مثبت، حال دلتون اینقدر خوبه، اتفاقات مثبت و معجزه هم شما رو پیدا میکنن، معجزه ها براتون اتفاق میفته. کلا زمانی که جوپیتر توی نشان ما هستش زمانی هستش که یک معجزه تو زندگی شما اتفاق میفته که میتونه مربوط به کارتون باشه، مربوط به باوراتون باشه، مهاجرتتون باشه، مربوط به مسائل قانونیتون باشه، کلا این مسائل باشه. و از جایی که جوپیتر توی نشانتونه میتونه نشون دهنده این باشه که خانواده خودتون رو تشکیل میدید، خونه خودتون رو میرید داخلش. میتونه به معنی باشه که به هر حال یکم وزن اضافه میکنید، میتونه نشون دهنده بهتر شدن ارتباطتون با پدر مادرتون باشه، میتونه نشون دهنده رها کردن گذشته‌تون باشه و اینا همه منجر به میشن که حال روحی خیلی خوبی پیدا بکنید. کنسر میتونم بهتون بگم امسال سال شانستونه، به حسابی بهتر کنید، ازش استفاده بکنید. جوپیتر توی نشانتون میتونه باعث بشه معروف بشید، میتونه توجه ها رو به سمتتون بیاره، انرژیتون رو مثبت میکنه. هر جا که میرید آدما جذبتون میشن، هر جا که میرید آدما بهتون توجه مثبت نشون میدن و آدما دوست دارن که حرفاتون رو بشنون، آدما دوست دارن که تو انرژی شما حضور داشته باشن. انرژیتون خیلی قدرتمند میشه، یک حاله درمانی تو اطرافتون اتفاق میفته، میتونید آدمای دیگه رو آگاه کنید، درمان کنید. خیلی به هر حال انرژی مثبتیه که میتونید ازش استفاده کنید و لذتش رو ببرید. لیو و لیو رایزینگ شما جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 12 تون و نشان کنسر. جوپیتر فرمانروای خونه 5 شما و همینطور فرمانروای خونه 8 تون هستش. دوستان کلا از اونجایی که خب توی سال 2026 جوپیتر ترانزیت میکنه تو نشان شما که لیو هستید، کلا قبل از اینکه جوپیتر تو نشان شما بیاد یک سالی که جوپیتر تو خونه 12 قرار میگیره، زمانی که شما فکر کنید میرید توی پیله خودتون که آماده پروانه شدن بشید. یعنی زمانی که جوپیتر میاد تو نشان شما، زمانی که شما پروانه میشید، ولی این زمانی که جوپیتر تو خونه 12 هستش زمان پیله شدن، رفتن توی پیلتونه. پس یعنی این زمانی که شما بر روی خودتون کار کنید، روی ناخودآگاهتون کار کنید. این زمانی که شما ممکنه که خیلی مدیتیشن بکنید، خیلی رویاهای واقعی دریافت بکنید، حس شیشتون خیلی قوی بشه. این زمانی که شما متوجه خیلی از مسائلی میشید که توی گذشته‌تون اتفاق افتاده و اون زخم رو با خودتون هم کردید. جوپیتر به شما کمک میکنه اونها رو درمان کنید. جوپیتر به شما کمک میکنه حتی زخم‌های زندگی گذشته‌تون رو رها بکنید. به شما کمک میکنه توی خونه 12 ارتباط با ماورا بگیرید. و از اونجایی که خونه 12 شما جوپیتر قرار میگیره و فرمانروای خونه 8 تون هستش، این زمانی که شما ببینید کلاً از سمت ماورا و دنیای متافیزیک حمایت میشید. خب یعنی اینجوری که ممکنه شما یهویی چیزی که به خاطر زندگی گذشته‌تون هستش یا به خاطر حالا زندگی موازی که تجربه کردید، مثلا میبینید یک
شانس وارد زندگیتون میشه که اصلا انتظارش رو ندارید، اصلا منتظرش نیستید، اصلا نمیدونید از کجا اومد، چجوری اومد و اون شانس میتونه به شکل پول، به شکل سرمایه وارد زندگی شما بشه و شما دریافتش بکنید، به صورت ارث و میراث وارد زندگی شما بشه و میتونه اصلا شاید ارث و میراثی باشه که تو زندگی گذشته به شما رسید استفادهش نکردید. حالا تو این زندگی میاد سراغتون که استفادهش کنید. یا اینکه مثلا جوپیتر خونه 12 میتونه مثل یک محافظ عمل کنه برای شما. خب مثلا اینجوریه که ممکنه شما رو از این سری خطرات نجات بده، ممکنه که شما رو در واقع کلا نجات بده دیگه. یعنی مثلا اگر خطری خدای نکرده تهدیدتون بکنه، جوپیتر وقتی وارد خونه 12 تون میشه ازتون محافظت میکنه. و اینکه حالا به هر حال اگر شما مسئله‌ای با بیمارستان، زندان، بیمارستان روانی داری، جوپیتر به شما کمک میکنه از این محیط‌های تاریک رها بشید و کاری میکنه که حالا این زمانی که شما با رفتن به درون خودتون و پیدا کردن اون احساسات ناخوشایندی که تو وجودتون هستش که حالا باعث شده شما یک مقدار مشکلات سلامتی تجربه بکنید یا حالا مثلا به این محیط‌های تاریک کشیده بشید، جوپیتر اون احساسات رو بهتون نشون میده. از شما میخواد که اونا رو پاکسازی کنید، رها کنید تا بتونید از این محیط‌ها رها بشید و آزاد بشید و جوپیتر شما رو آزاد میکنه. و جوپیتر فرمانروای خونه 5 هستش. میتونه به این معنی باشه که شما تو این زمان مثلا اتفاقات شانسی براتون میفته. میگم میتونه براتون مثل معجزه عمل کنه. میتونه به این معنی باشه که شما میشینید توی تنهایی خودتون، توی خونه خودتون، توی اتاق خوابتون شروع میکنید روی خلاقیتاتون کار کردن، تولید محتوا کردن و راجع به مسائل مقدار مثلا پنهان تر صحبت کردن، راجع به مسائل مقدار تاریک تر صحبت کردن، ولی خلاقیتتون رو نشون میدید. و این میتونه به این معنی باشه که شما تو این زمان خیلی هیل میکنید و یه جورایی انگار زخمایی که روی قلبتون هستن رو رها میکنید، هیل میکنید که میتونه خیلی کمکتون کنه. میتونه به این معنی باشه که شما سفر میکنید به یه جای دور، چون خونه 12 خونه کشورهای دور هم هستش، از اونجایی که ساترن و نپتون هم خونه نهمتون هستش. میتونه به این معنی باشه مهاجرت میکنید، سفر میکنید به جای دور، یا اینکه مثلا مسافرت میرید به جای دور، یا میرید مثلا یه جایی که یکم استراحت کنید، به خودتون استراحت بدید، برید توی طبیعت، برید مثلا از این کارا بکنید که به خودتون اجازه استراحت رو بدید. جوپیتر زمانی که تو خونه 12 شما هستش و فرمانروای خونه 5 میتونه به این معنی باشه که شما مثلا یه سری سرمایه‌گذاری هاتون میتونن تو این زمان بهتون پاسخ بدن، وارد زندگیتون بشن. میتونه به معنی باشه که اوضاع مالی خانواده شما تغییر میکنه، چون انرژی خونه 8 رو دارید شما که میتونه خیلی عالی باشه براتون. ولی خب میگم این دوران اینه که به هر حال شما یه جورایی دارید پوست اندازی میکنید و دارید اون چیزایی که بهتون خدمتی نمیکنن رو رها میکنید تا خودتون رو برای یک انرژی کاملا تازه و نو آماده بکنید که زمانی ازش که جوپیتر وارد نشانتون میشه که بتونید نهایت شانسی که جوپیتر میخواد وارد زندگیتون کنه رو دریافت کنید و بتونید که دریافت کنید. یعنی جوپیتر اون ظرفیت رو توی شما به وجود میاره. خب برای ورگو و ورگو رایزینگ شما خب جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 11 تون و نشان کانسر. جوپیتر فرمانروای خونه 7 شما هستش و همینطور فرمانروای خونه 4 شما. خب این به این معنیه که خب شما کلا آدمی هستید از اونجا که خونه 11 تون کانسر هسته، شما دوستانتون مثل خانواده‌تون هستن. به این معنیه که شما دوستان جدید وارد زندگیتون میشن، وارد گروه‌های جدید دوستی میشید. ممکنه که وارد یک سری ممکنه که دوستان قدیمیتون برگردن به زندگیتون و شما رو دعوت بکنن. ممکنه که شما همش مهمونی برید، پارتی بکنید با دوستاتون، دور هم بشینید. ممکنه که دوستاتون ازدواج کنن، بچه دار بشن، خونه بخرن و همش مهمونی بگیرن، شما رو به مهمونیاشون دعوت بکنن که میتونه عالی باشه. میتونه به معنی باشه که این زمانی دوستان شما شروع میکنن شما رو ساپورت کردن. حالا ممکنه یکی از دوستان شما تبدیل بشه به همخونه شما یا مثلا پارتنر شما وارد یک جمع دوستی بشید و توی اون جمع دوستیتون مثلا پارتنرتون رو پیدا بکنید. یا اینکه مثلا اینجوریه که دوستان شما خیلی ساپورتیو میشن، حمایتتون میکنن، شما رو به سمت اهداف بزرگتون میفرستن و این زمانی که شما ارتباطتون با دوستاتون خیلی خوب میشه. اگر مثلا حالا مشکلی با دوست قدیمی داشتید اون برطرف میشه. این میتونه به معنی باشه که پارتنر شما هم تبدیل به دوستتون میشه و ممکنه که شما با پارتنرتون هم حالا وارد یک سری مهمونی ها و جمع بشید و با هم دیگه به اینجور محیط ها برید. ولی خب اگر شما جزو دسته از افرادی هستید که جایی نمیرید و خونه نشینید و این مسائل، جوپیتر خونه 11 از شما میخواد که برید بیرون، نتورک کنید با آدم‌ها، فعالیت اینترنتیتون رو شروع کنید. از این طریق میتونید با آدم‌های خیلی سرشناسی آشنا بشید، با آدم‌های خیلی ثروتمندی آشنا بشید، با آدم‌های خیلی موفقی آشنا بشید، با آدم‌های خیلی آگاهی آشنا بشید و اونو ساپورتتون میکنن، حمایتتون میکنن و کمکتون میکنن برای اینکه بتونید حالا آدمای خوبی رو وارد زندگیتون بکنید یا محل زندگی خوبی رو پیدا بکنید یا بتونید به اهداف بلند مدتتون برسید. و این میتونه به معنی حالا این هم باشه که شما حالا تصمیم میگیرید که خونه‌تون جابجا کنید، با دوستانتون هم خونه بشید، یا اینکه مثلا دوستان شما بهتون کمک میکنن که شما خونه‌تون رو جابجا بکنید. این مسئله میتونه براتون به وجود بیاره. و خب وقتی که جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 11 ما میتونیم به یکی از اهداف بلند مدتتون برسیم، یعنی چیزی که شما شاید خیلی مدت زمان طولانی که خواستتون بوده و هدفتون بوده
این زمانی که جوپیتر بهتون کمک میکنه که به اون هدف برسید. یعنی که مثلا اگر اهدافی داشتید که اهدافتون از سر ترس بودن، جوپیتر به شما کمک میکنه اون اهداف رو رها کنید و یک اهداف بزرگ و واقعی برای خودتون بذارید و به سمتشون حرکت کنید. و خب جوپیتر خونه 11 میشه خونه 2 از 10. میتونه به این معنی باشه که درآمداتون از کارتون زیاد میشه و خیلی درآمد زیادی خواهید داشت. میتونه به این معنی باشه که شنونده و بیننده پیدا میکنید، با آدما نتورک میکنید و آدما شنونده و بیننده شما میشن، شما رو حمایت میکنن، شما رو ساپورت میکنن و خب میتونید درآمدزایی هم داشته باشید. و میتونه به این معنی باشه که شما شروع میکنید از خونه کار کردن، توی خونه با آدما فعالیت اینترنتی داشتن که میتونه براتون عالی باشه. ورگو. خب برای لیبرا و لیبرا رایزینگ شما جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 10 و نشان کنسر. جوپیتر فرمانروای خونه 6 شما و همینطور فرمانروای خونه 3 هستش. خونه 6 پایسیس و خونه 3 ساجیتاریوس. خب زمانی که جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 10 شما میتونه به معنی یک پیشرفت خیلی بزرگ توی وجه اجتماعی شما و کار شما باشه. میتونه به این معنی باشه که شما کار جدیدی رو آغاز میکنید، یک وجه اجتماعی جدید پیدا میکنید، بعد مثلا باعث میشه که دیده بشید، توجه ها رو جلب کنید، وایرال بشید، شناخته بشید. و از اونجایی که توی اسکوئر و ساترن خونه 7 هستش، به این معنیه که شما یه جورایی انگار یه حرکتی میزنید، خودتون اون بیرون قرار میدید، کارتون اون بیرون قرار میدید و شروع میکنید راجع به مسائل درمانی، روانشناسی، حالا هر چیزی، هر مسئله که شما میخواید اون بیرون قرارش بدید، جوپیتر باعث میشه که اون چیز دیده بشه. از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه 6 شما هستش، میتونه به این معنی باشه اگر شما تو کار خدماتی هستید، یعنی که اگر شما با حیوانات کار میکنید، یعنی که اگر شما به هر حال کار معنوی دارید، جوپیتر باعث میشه که تو اون کار پیشرفت کنید، دیده بشید، آدمای بیشتری بشناسنتون، باعث میشه که آدمای بیشتری بیان سراغ شما و یهو شما مثلا معروف بشید دیگه، که براتون عالیه. و از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه 3 هستش، نشون میده که خب شما میتونید یک پیج اینستاگرام بسازید، یعنی که مثلا یوتیوبتون رو بسازید، پادکست درست کنید، فعالیت اینترنتیتون رو زیاد میکنید، کتاب مینویسید، آموزش میدید و بیشتر از کلام و ذهنتون استفاده میکنید. ممکنه زمانی شما ورود میکنید به سوشال مدیا و این باعث میشه که یهو معروف میشید، یا اینکه کارتون رو اینترنتی میکنید یا کارتون رو بیرون قرار میدید، باعث میشه معروف بشید، که خیلی عالیه براتون. و از اونجایی که جوپیتر تو خونه 10 شما هستش، جوپیتر میتونه به معنی این باشه تو خونه 10 شما که شما یه چیزی رو به همه نشون میدید. مثلا ممکنه که وارد یک نقش آموزشی بشید، به همه نشونش بدید، یا ممکنه که شروع کنید میگم فعالیت اینترنتی داشتن که بقیه هم اون رو ببینن. میتونه به این معنی باشه که شما حالا حتی یه چیزی رو به آدم‌ها اعلام میکنید، مثلا یه چیزی رو به آدم‌ها توضیح میدید که از نظر همه قابل رؤیت هستش. میتونه به این معنی باشه چون تو اسکوئر با ساترن خونه 7 مثلا شما بگید که آره مثلا دیگه نمیخواید مشتری بگیرید، دیگه نمیخواید مراجعه کننده بگیرید، دیگه نمیخواید با آدما به صورت تک صحبت کنید، بلکه مثلا میخواید رو آموزشتون کار کنید، یا اینکه میخواید تولید محتوای بیشتری بکنید، یا اینکه میخواید ویدئوی بیشتری بذارید. پس در نتیجه جوپیتر خونه 10 به شما کمک میکنه که اون کارو انجام بدید و خیلی خیلی زیاد معروفتون میکنه. و میتونه به این معنی باشه که شما به هر حال فعالیت اینترنتیتون آغاز میکنید، چون یکی از راهایی که شما تو این زمان رشد میکنید، از اونجایی که خونه 3 ساجیتاریوسه، حالا چه شما خورشیدتون لیبراس، چه ماهتون لیبراس، چه رایزینگتون، اینه که ورود کنید به سوشال مدیا و واقعا خودتون رو بیرون قرار بدید، واقعا خودتون رو نشون بدید. این میتونه خیلی به معروفیتتون کمک کنه، به موفقیتتون کمک کنه. و این زمانی که خب شما وجهی که از خودتون نشون میدید، یا آدمی هستش که خیلی درک داره، خیلی همدردی داره، خیلی آگاهی داره، خیلی میفهمه، واسه همینم خیلی خب دیده میشید از سمت جامعه، که خب خیلی عالیه براتون. یعنی که مثلا به عنوان یک لیبرا خب ممکنه مثلا از اونجا که ساترن میاد خونه 7 شاید 1% مثلا شما بخواید جدایی رو داشته باشید و بخواید اونو اعلام بکنید، حالا جدایی از پارتنر، شریکتون، مشتری هاتون، این چیزا رو میتونه به وجود هم بیاره. خب برای اسکورپیو و اسکورپیو رایزینگ، جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 9 شما و جوپیتر فرمانروای خونه 5 و 2 شما هستش. خب زمانی که جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 9 شما و از اونجایی که توی تراین با نشان شما هستش، میتونه به این معنی باشه که شما ریسک میکنید، از منطقه امنتون میایید بیرون و ممکنه بخواید مهاجرت کنید، به جای دور سفر کنید. جوپیتر میتونه رشد شما رو از طریق مهاجرت براتون بیاره. جوپیتر میتونه باعث بشه که شما یه عالمه سفر میرید و از اونجایی که فرمانروای خونه 2 میتونه یه عالمه پول خرج سفر و مهاجرت و این مسائل میکنید. جوپیتر میتونه باعث بشه که تو این زمان شما شروع کنید آموزش دیدن، حالا یا برگردید دانشگاه یا یک مدرکی رو بگیرید. میتونه به این معنی باشه شما در نقش استادی قرار میگیرید، شروع میکنید آموزش دادن و از این طریق درآمدزایی میکنید. میتونه به این معنی باشه که جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 9 شما و شما ممکنه که مثلا سفر کنید و تو سفرتون ریسک بزرگ انجام بدین و به واسطه اون یک درآمد بزرگ رو داشته باشید، یک پول بزرگ رو دریافت کنید. یعنی جوپیتر خونه 9 میتونه به شما کمک بکنه که شما حتی از لحاظ مالی هم رشد کنید، چون خونه 2 شما ساجیتاریوس نشون میده که شما با رفتن، با مهاجرت کردن، با سفر رفتن در واقع باعث رشد مسائل مالیتون میشید. این به این معنی که شاید شما کتابی رو پابلش کنید، ممکنه که شما گفتم آموزش رو بیرون قرار بدید. میتونه به این معنی باشه که شما حالا اگر
مسئله قانونی دارید، جوپیتر خونه 9 میتونه باعث بشه که جلوی قاضی شانس بیارید، میتونه باعث بشه که توی مسائل قانونیتون شانس بیارید. در کل این میتونه به معنی باشه که این زمانی شما دارید در مورد مسائل مالی، مسائل ریسکی مالی آموزش کسب میکنید و دارید سعی میکنید که آموزشاتون رو اعمال بکنید. این زمانی که شاید شما دارید یاد میگیرید که چجوری میتونید خونه بخرید، رو خونه سرمایه گذاری کنید. این مسائل میتونه براتون به وجود بیاره و در کل جوپیتر وقتی ترانزیت میکنه خونه 9 شما میتونه باعث بشه که شما خیلی باورتون مثبت‌تر میشه، میتونه یک استاد معنوی خیلی خوب سر راهتون قرار بده، استادی که باورهای شما رو تغییر میده، فلسفه شما رو نسبت به زندگی تغییر میده و خیلی میتونه روتون تاثیر مثبت بذاره که کلا روحیتون رو تغییر بده و عالیه براتون. البته از اونجایی که جوپیتر فرمانرو خونه 5 هست میتونه براتون اینجوری باشه که شما تصمیم میگیرید که یک کار خلاقانه رو انجام بدید، بیشتر رو خلاقیتاتون کار کنید، برید رقص یاد بگیرید، برید موسیقی یاد بگیرید، مثلا یاد بگیرید که رو موسیقیتون کار کنید. میتونه به معنی باشه تصمیم میگیرید بچه‌دار بشید. این مسائل میتونه براتون به وجود بیاره، یا تصمیم میگیرید با رابطه رمانتیکتون مهاجرت بکنید که میتونه براتون عالی باشه. برای ساجیتریوس و ساجیتریوس رایزینگ شما جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 8 تون که این کانجانکت داره با نشان شما. خب زمانی که جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 8، خب این به این معنیه که این زمانی شما شروع میکنید درمان خودتون از لحاظ احساسی و ممکنه این زمانی شما تصمیم بگیرید که بخواید توی خونه باشید، روی خودتون کار کنید، روی ناخودآگاهتون کار کنید، خودتون رو درمان کنید و یه مقدار جوپیتر خونه 8 باعث میشه شما خودتون رو آسیب پذیرتر نشون بدید که بیشتر آگاه بشید به احساسات سرکوب شدهتون و بخواید که اون احساسات رو رها بکنید و خودتون از لحاظ درونی آروم بکنید، یک امنیت درونی پیدا بکنید. از اونجایی که شما ساجیتریوس هستید و همش دوست دارید که در حرکت باشید، سفر کنید، جای جدید ببینید، هیجان داشته باشید، وقتی که جوپیتر میاد خونه 8 شما یه جوری از شما میخواد که حالا برگردید به درونتون، برگردید به خونه‌تون، بشینید، یکم آسیب پذیر باشید، به خودتون اجازه تجربه خودتون رو بدید. و این زمانی که شما متوجه یه سری از عمیق‌ترین زخماتون میشین، اون زخما رو رها میکنید. ممکنه اون زخم حول محور دریافت باشه، حمایت باشه، ساپورت باشه و این زمانی هستش که ممکنه زخم حول محور مادر باشه و این زمانی هستش که شما میتونید اون زخما رو رها بکنید و اینها به شما کمک میکنن که شما میتونید یک فراوانی و یک ثروت رو دریافت بکنید. یعنی وقتی جوپیتر میاد خونه 8 ممکنه که شما از یک شراکت یک سود زیاد ببرید، ممکنه که شما یا مثلا یک پارتنر شروع کنه مثلا بخواد شما رو ساپورت بکنه، ممکنه خانواده شما بخوان شما رو ساپورت بکنن، ممکنه شما یه ساپورتی رو دریافت میکنید، یک پول، یک حمایت مالی رو دریافت میکنید، یا مثلا یک سرمایه‌گذاریتون پاسخ میده که میتونید خونه بخرید، یا مثلا اگر بدهی حول محور خونه دارید اون بدهی رو بپردازید. این میتونه به معنی باشه که اگر شما به دنبال دریافت یک خونه هستید، اون خونه رو دریافت میکنید. اگر به دنبال دریافت پول هستید، پول مشترکتون با همسرتون، ارث و میراثی هستش، اگر مسئله مالی هستش، اون مسئله مالی برای شما برطرف میشه و شما پول دریافت میکنید که به شما کمک میکنه هزینه‌های زندگیتون رو میپردازید. وقتی جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 8 شما میتونه مسائلی رو حول محور مالیات ها، حول محور بدهیاتون، حول محور کلا پول مشترکتون با آدمای دیگه بیاره بالا و اونها رو برای شما برطرف میکنه. و از اونجایی که جوپیتر فرمانروای نشان شما هستش نشون میده که برای اینکه شما بتونید این فراوانی رو دریافت بکنید، برای اینکه شما بتونید این ثروت رو دریافت بکنید، باید واقعا یک تغییر عمیق بکنید و وارد یک سری تغییرات بزرگ بشید. یعنی جوپیتر تو خونه 8 در واقع خود شما هستید که نشون میده شما در واقع یک تغییر عمقی میکنید. و از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه 4 تون هم هستش نشون میده که شما هر درآمدی رو تو این هر پولی رو تو این زمان دریافت میکنید، هر ساپورتی رو تو این زمان دریافت میکنید، اون رو صرف خونه و محل زندگی و خونه هاتون میکنید و هزینه‌های محل زندگیتون. و از اونجایی که جوپیتر تو خونه 8 شما هستش نشون میده این زمانی شما باید به ساپورت آره بگید، به دریافت پول آره بگید، به اینکه آدمای دیگه کمکتون بکنن آره بگید و این به شما کمک میکنه که درهای ثروت و فراوانی به روی شما باز بشه. ولی خب میگم جوپیتر خونه 8 میتونه باز بشه که شما خیلی با چیزای عمیقی به هر حال روبرو بشید، که با خیلی زخمای عمیقی روبرو بشید که بهتون کمک میکنه کلی از بلاکاتون رو از بین میبرید. خب برای کپریکورن و کپریکورن رایزینگ شما جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 7 تون و نشان کنسر. جوپیتر فرمانروای خونه 3 شما هستش و همینطور فرمانروای خونه 12 شما. وقتی که جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 7 شما و فرمانروای خونه 12 تون هستش نشون میده که یه سری مسائل پنهان در مورد رابطه شما میاد وسط و شما جوپیتر بهتون کمک میکنه که از اونجایی که فرمانروای خونه 3 تون هستش بتونید به وضوح راجع به اون مسائل صحبت بکنید و این نشون میده که شما میتونید خیلی از بلاک هایی که سد راه شما و رابطتون قرار داشته، خیلی از بلاک هایی که به شما اجازه نمیداده بتونید فرد مورد علاقتون رو پیدا کنید، همسرتون رو پیدا بکنید، شما به اون بلاک ها آگاه میشید، راجبشون صحبت میکنید، اونها رو برطرف میکنید و این میتونه باعث بشه که رابطه شما وارد یک مرحله بهتری میشه، وارد مرحله بعدی میشه، میتونید ازدواج کنید، میتونید همخونه بشید، میتونید به هر حال رابطتون رو وارد مرحله بعدی بکنید یا با یک فردی آشنا بشید که به هر حال اون آدم عمیقاً شما رو دوست داره و میتونه حمایتتون کنه.
از اونجایی که به هر حال شما کپریکورن هستید و خب جوپیتر تو خونه 7 شما هستش، توی آپوز با شما هستش و توی اسکوئر با ساترن هستش و ساترن هم توی اسکوئر با شما هستش و شما خودتون ساترن هستید، میتونه نشون بده این زمانی هستش که شما تصمیم میگیرید خودتون رو یه مقدار مستقل تر بکنید نسبت به پارتنرتون و این باز میشه پارتنر شما بیشتر قدر شما رو میدونه و تصمیم میگیره که یک اقدام خیلی مهم در مقابل شما انجام بده. یعنی که شما تصمیم میگیرید خودتون نسبت به خانواده‌تون مستقل تر بکنید و خونتون رو مستقل تر بکنید که باعث میشه شما رابطتون با خانواده‌تون بهتر میشه یا اوضاع خانواده‌تون بهتر میشه. این میتونه به این معنی باشه که شما تصمیم میگیرید که این زمانی هستش که شما متوجه میشید که شاید شما فکر میکردید باید همیشه تنها باشید، یا اینکه فکر میکردید باید همیشه تو زندگیتون درد بکشید، نمیتونید عشق واقعیتون رو پیدا بکنید و جوپیتر میاد تو خونه هفتم شما، حالا از طریق یک روانشناس، از طریق آسترولوژر شما، از طریق یک فرد حامی به شما نشون میده که اینا در واقع باورهای منفی شما هستن، باورهای غلط شما هستن و چون جوپیتر هم روی خونه 12 شما هستش، نور میتابونه به اون باورها و شما اونها رو رها میکنید و این به شما کمک میکنه که بتونید وارد خونه خودتون بشید، بهتون کمک میکنه بتونید عشقتون رو پیدا بکنید، بهتون کمک میکنه محل زندگیتون رو تغییر بدید و ممکنه که شما تصمیم بگیرید که محل زندگیتون رو تغییر بدید. حالا با پارتنرتون ازدواج میکنید، خونتون رو عوض میکنید، با پارتنرتون مهاجرت میکنید یا اینکه مهاجرت میکنید، یک پارتنر جدید رو پیدا میکنید. جوپیتر خونه 7 میتونه باعث بشه که شما یه وکیل خوب سر راهتون قرار میگیره که بهتون کمک میکنه، میتونه به این معنی باشه که شما مشتریهای زیادی سر راهتون قرار میگیره و میتونید خیلی در مزایی بکنید. این زمانی هستش که شما مثلا براتون مشخص میشه که حتی چه مسائلی بودن که توی رابطه شما با خواهر برادرتون بودن که در واقع شما رو داشته آزار میداده و شما راجع به اونها صحبت میکنید. یا این زمانی هستش که شما با خواهر برادرتون حرف میزنید و خواهر برادر شما مثل روانکاو شما، مثل آسترولوژر شما عمل میکنن و ذهن شما رو باز میکنن، روحیه شما رو بالا نگه میدارن. یا یک کسی هست شما باش تلفنی حرف میزنید، پیام میدید، باش ارتباط میگیرید و اون آدم کلی روحیه شما رو میبره بالا و بهتون کمک میکنه که بتونید تغییرات رو به وجود بیارید. و در واقع جوپیتر خونه 7 شما کمک میکنه، جوپیتر مستقیما به شما نگاه میکنه و به شما کمک میکنه بتونید خودتون رو پیدا بکنید، بتونید عشقتون رو پیدا بکنید، بتونید جایی که بهش تعلق دارید رو پیدا بکنید و بتونید برید سر خونه زندگی خودتون، برید توی کشوری که بهش تعلق دارید، برید تو خونه‌ای که بهش تعلق دارید، برید تو خانواده‌ای که بهش تعلق دارید و بتونید ارتباطتون رو با خانواده‌تون بهتر کنید، با پارتنرتون بهتر کنید که براتون عالیه کپریکورن. خب برای آکواریوس و آکواریوس رایزینگ شما جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 6 تون و نشان کنسر. جوپیتر فرمانروای خونه 11 شما هستش و همینطور فرمانروای خونه 2 تون. زمانی که جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 6 شما میتونه به معنی باشه که شما میرید سر کار. حالا این کار شما میتونه مثلا اینجوری باشه کارتون درمانی باشه، میتونه به معنی باشه که یه کار معنوی رو آغاز میکنید که درمانی هستش، میتونه به معنی باشه وارد باشگاه میشید، شروع میکنید توی باشگاه فعالیت کردن، یا اینکه کلا برمیگردید باشگاه ورزش میکنید، یا اینکه مثلا کارتون میشه باشگاه. به حال یه محیط کاری جدید رو برای خودتون درست میکنید، یه دفتر کار برای خودتون آغاز میکنید و جوپیتر فرمانروای خونه 2 نشون میده درآمدزایی میکنید از کارتون و میتونه براتون درآمدهای خیلی خوبی بیاره. یا اینکه از طریق کارتون از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه 11 تون هستش با آدمای زیادی آشنا میشید، دوستان جدید پیدا میکنید، آشنایان جدید پیدا میکنید که شما رو ساپورت میکنن. این میتونه به این معنی باشه که شما این زمانی هستش که به هر حال شروع میکنید روی اهداف شغلیتون کار کردن و شروع به کار میکنید، خدمات رسانی میکنید، به سمت اهداف بلند مدتتون حرکت میکنید. جوپیتر خونه 6 نشون میده این زمانی شما میرید باشگاه، به هیکلتون میرسید، به سلامتتون میرسید که این مستقیما روی اعتماد به نفستون اثر میذاره. از اونجا که فرمانروای خونه 2 میتونه نشون بده اعتماد به نفستون بهتر میشه و چون اعتماد به نفستون میره بالاتر، سلامت بدنتون بیشتر میشه، درآمداتون بیشتر میشه. میتونه به این معنی باشه شما حیوان خونگی جدید میارید، میتونه به این معنی باشه که شما حیوانات خونگی زیادی خواهید داشت، میتونه به این معنی باشه که این زمانی شما شروع میکنید که به رو سلامتتون سرمایه گذاری کردن، شروع میکنید به سلامتتون رسیدن، کار مربوط به دندونتون انجام دادن، کار مربوط به هیکلتون انجام دادن، کار مربوط به سلامتتون در کل. اگر مشکلی دارید، مشکل سلامتی دارید، جوپیتر خونه 6 میتونه به شما کمک بکنه سلامتتون بهبود پیدا کنه و این نشون میده یک سری هزینه ها رو بالاخره انجام میدید برای اینکه بتونید سلامت بهتری داشته باشید. مثلا ممکنه یه سری خوراکیای بهتری رو بخرید بخورید، یا اینکه مثلا حالا یه سری هزینه‌ها میکنید که سلامتتون بهبود پیدا کنه. از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه 2 میتونه هستش، میتونه نشون بده که یه سری هزینه‌ها انجام میدید برای اینکه بتونید صورت زیباتری داشته باشید، میتونید یه سری کارا رو صورتتون انجام بدید که میتونه براتون عالی باشه. میتونه به معنی باشه که این زمانی هم هستش که خب شما از اونجایی که جوپیتر فرمانروای خونه 11 تون هستش از طریق کارتون دوستانی رو پیدا میکنید که اونها شما رو به یک سری برنامه‌ها، ایونت ها دعوت میکنن. میتونه به این معنی باشه شما کارتون آنلاین میشه، هم توی آفیستون کار میکنید، توی دفترتون کار میکنید، توی محل کارتون کار میکنید، هم از طریق اینترنت با آدم‌ها ارتباط میگیرید که میتونه درآمدهای بیشتری رو براتون بیاره که براتون عالی هستش آکواریوس. برای پایسیس و پایسیس رایزینگ شما جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 5 تون که خونه شانس هستش. جوپیتر فرمانروای خونه 10 تون هم هستش و فرمانروای نشان شما هستش. خب زمانی که جوپیتر ترانزیت میکنه خونه 5 شما میتونه باعث بشه که شما
نقشتون تو جامعه عوض میشه. چه شکلی عوض میشه؟ میتونه به این معنی باشه که شما یه کار خلاقانه رو آغاز میکنید، یه پروژه خلاقانه رو آغاز میکنید، کلی خلاقیت خواهید نشون داد، هنرتون رو نشون میدید. میتونه هنرتون مربوط به حالا هر چیزی باشه، یک فعالیت خلاقانه، میتونه یه چیز هنری باشه به هر حال. و میتونه باعث بشه که شما خیلی بتونید خود واقعیتون رو بیشتر ابراز بکنید، باعث میشه که دیده بشید، شهرت پیدا بکنید. جوپیتر خونه پنجم میتونه باعث بشه که شما اصلا میبینید براتون خلاق بودن زیاد سخت نیست و میتونید خیلی راحت خلاقیتتون رو نشون بدید. و میتونه به این معنی باشه که شما یک کاری رو آغاز میکنید، یه پروژه رو آغاز میکنید که مربوط به بچه‌ها هستش و میتونه براتون خیلی خوب باشه، خیلی مثبت باشه. میتونه به این معنی باشه شما حامله میشید، بچه دار میشید، پس نقشتون تو جامعه عوض میشه. میتونه به این معنی باشه کارتون رو یه کار کاملا خلاقانه و هنری میکنید که میتونه براتون عالی باشه. و همینطور جوپیتر خونه پنجم میتونه به این معنی باشه که شما یه رابطه رمانتیک وارد زندگیتون میشه، میتونید عاشق بشید، میتونید با آدمی آشنا بشید که قشنگ قلب شما رو پر از عشق میکنه. میتونه به این معنی باشه که تو این زمان شما یک به حال رابطه صمیمانه و عاشقانه رو تو این تایم قرار تجربه بکنید با یک فردی که دوستش دارید که میتونه خیلی خوب باشه براتون. همینطور جوپیتر فرمانروای نشان شما هستش، میتونه به این معنی باشه که شما میتونید تو این زمان امسال شانس بیارید، میتونید لاتاری ببرید، میتونید فعالیت شانسی رو برنده بشید. میتونه به این معنی باشه که شما شروع میکنید کودک درونتون رو درمان کردن، زخمتون رو با مادر برطرف کردن و این باعث میشه حال درونتون خیلی خوب شه، کلی خوش میگذرونید، کلی مهمونی میرید، کلی پارتی میکنید، کلی لذت میبرید. جوپیتر خونه 5 یک تایمیه که ما همش میتونیم لذت ببریم، حالمون خوبه، رویمون مثبته و میتونه براتون خیلی عالی باشه که میتونه براتون عالی باشه. پایسیس دوستان، این هم از انرژی جوپیتر در نشان کنسر بودش. امیدوارم این مطلب براتون مفید و آگاهی دهنده بوده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.